همون پسترین دوزخ، همون بنده ای که از عبادت خدا رو میگرداند سزاوار میگردد. بهاییم بروی اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. بزرگی انسان بین. بهاییم بسر اندر افتاده خار، تو همچون الیف بر قدم ها سوار. حیوان میگه نظر کن سعدی که چگونه میگه خدا آفرینش کرده است که سری او دائم بیچاره به سوی پایان خار است، لیکن انسان بین میگه که در بالای قدم های خود سوار است. نگون کرده ایشان از بحری خور، تو آری بعیزت خوریش پیشی سر. بین حیوان بین میگد برای خوردن سری خود بر زمین پایان میکند، نزد مثال طعام میرود، لکن چی است؟ تو آری بعیزت خوریش پیشی سر. تو باشی طعام پیشی سر میاری، به نزدی لبها و دهان خودت میاری، نه مثل حیوان سر پس کرده و تو از پی طعام شوی. نزیبت تو را با چنین سروری، که سر جز به طاعت فرود آوری. خدا اینقدر زیبندگی و اینقدر فضیلتی که بر تو داده است، و زمین این اگر تو از عبادت خدا که رو بگردانی، از تو دیده دیگر بی‌زیبترین، از تو دیده بی انصافترین دیگر مخلوق سعدی میگد موجود نیست دیگر. ولیکن بدین صورتی دلپذیر، فریبا مباش سیرتی خوب گیر. حضرت میگوید این بر تو کرده است، تو بر این فریبا مشو، تو بر این چکار نکن، تو بر این فریفته نشو، بلکه سیرتی خوب گیر، بلکه تو راه حق بشناس، تو بر راه حق چکار کن؟ قدم بزن. راه راست بایدت نه بالای راست، که کافر هم از روی صورت شماست. البته راه راست برای خودت انتخاب کن، راه عبادت برای خودت انتخاب کن، راه خداشناسی را برای خودت انتخاب کن. در این صورت چی است؟ تو بنده همون بنده ای که الحال از آیات ها مکرم بدنی او را شنیدی، تو از اون طایفه هستی. و الا اگر تو به قدر خود نرسی، به این منزلت خود که نرسی، کافر هم از روی صورت شماست. انسان کافر هم مثل ما و شما هست، اونم مثل ما و شما جسد دارد. زندگی مخصوص بهر بندگی است، زندگی بی بندگی شرمندگی است. البته زندگی که خدا بر ما و شما داده است، این فضیلت و این عنوان انسانی که خدا بر ما و شما داده است، اینا همش از برای عبادت هستند. همه این برای عبادت همان ذات یگانه هست. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. حضرت سعدی میگوید آیا تو همون آدمی نیستی؟ و تو چی شد که تو اسیر دیو ماندی؟ تو فریفته شیطان شدی، تو پیرو شیطان شدی. مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی، که فرشته راه ندارد به مکان آدمیت. اون مکانی را که حضرت آدم، اون مکانی را که رسول اکرم طی کرد و برآمد شب معراج، که جبرائیل از او پس ماند، حضرت به اونجا رفته نتانست. جای ده حضرت جای ده انسان رفتگی از جای ده آدمیت رفتگی هست که فرشته میگه چکار نکرد؟ رفته نتانست. طیران مرغ دیدی تو زیبای بند شهوت به در آی، تا ببینی طیران آدمی. حضرت سعدی میگوید تو پرواز مرغ دیدی، پرواز پرنده را در آسمان دیدی و همان دلی تو را برد. آیا اگر تو هم از پایبند شهوت به در آی، یعنی تو هم که اگر از راههای شیطانی را برای خودت مسدود محدود اگر بسازی، تو هم مثل همان پرنده در آسمان پرواز کرده میتونی. امروز ما و شما انسان انسانیت
یعنی با یک شکل، با یک چهره های زیبا، با یک لباس های زیبا باید که البته تصور نکنیم، بلکه زیبا و مکرم و معظم در نزد خدا همان کسی هست که او عبادت دارد، در وجود او چه است؟ ترس خدا موجود است و از خدا می ترسد. اون انسان چه است؟ اون انسان در نزد خدا این منزلت هایی که الحال از آیت ها بر شما خواندم، از حدیث ها خواندم، البته همین اون کس موفق است. و الا به این قد زیبا مانو، به این ثروت و دولت مانو، به این مرکب هایی که ما و شما سوار میشیم، البته به این ما و شما هیچ ننازیم، زیرا یعنی انسان به اینها در نزد خداوند شناخته هم نمی شود، در این هیچ قدر و منزلت هم پیدا کرده نمی تواند. یعنی خوش به حال همه ما و شما که همان انسانی که الحال من برای شما معین کردم و برای شما خبر دادم، البته همین است. این یک مختصرا درباره فضیلت و درباره آن وظیفه هایی که انسان بر دوش خود دارد. البته وظیفه همه ما و شما معلوم است. وظیفه ما و شما الحال همین نماز جمعه که شما آمدین، یا نمازهای با جماعتی که شما انجام میتین، یا اینکه روزهای ماه رمضانی که شما میدارین، همه این وظیفه هر کدام ما و شما هست. همین اگر ما و شما انجام دادیم، انشاءالله در نزد خدا ما و شما همان معظم و همان مکرمی که خدا خبر داده است ما و شما صاحب میشیم. الحال اینجا یک چند سوال هاست و چند سوال های دیگر هم در خانه بود، فراموش کردیم بیاریم جواب اونها را بر شما برسانیم. انشاءالله جواب اینها را الحال برای شما میرسانیم. و یک خواهرم از ما التماس کردن الحال که درباره حقوقهای شوهر و حقوقهای زن بر ما کمی حکایت میکردین، یا یک موضوع خاصه برای ما آماده میکردین. انشاءالله البته ما وعده کردیم که ما که به گوش مردم، به گوش این مردها این موضوع را البته رساندگی بدیم، لیکن الحمدلله که امروز در اطراف ما و شما که مادرها جمع میشوند، هیچ کدام شما در هیچ معرکه اگر شما را سوالم که کنند آیا زنها در مسجد رفته نماز جمعه میخوانند، هیچ کدام شما دو دیلگی و هیچ کدام شما یگان در دلتان یگان غم و اندوه را پیدا نکنین، بلکه هزارها بار شکر کنین. شکر کنین که امروز در مسجدهایی که در اطراف ما و شما هست، 6 یا 7 مسجد جامعی که در کلاب ما و شما فعالیت دارد، که در داخل اونها زنها نماز میخوانند، امروز به خدا قسم این شرف است. هزارها بار شکر. علال خصوص من شکرانه میکنم که امروز زنهای ما و شما آمده صدای امر معروف و نهی از منکر میشنوند، در این موعظه های ما و شما اشتراک میکنند. البته آبادی خانه‌ام، آبادی جمعیتم، همش از چی است؟ از زنها عبارت هستند. زن بسیار یک اهمیت کلان در جامعه ما و شما اجرا میکنند. از این خاطر خوش به حال این الحال مادر خواهرهایی که آمدن در نماز جمعه اشتراک میکنند، برابر همین مردهایی که در گردنشان فرض است نماز جمعه خواندن، مثل همین ثواب میگیرند. لکن فقط و فقط از همه خواهرها التماس دارم که همان سطرهای اسلامی که برای نماز جمعه آماده میکنند میآیند، در کوچه هم همین ترک نسازند. برای در بعض سوالها از من آمده است بعضی خواهرها با سطر میان نماز جماعت میخوانند، نماز جماعت جمعه را میخوانند، لکن در کوچه وقتی که اگر میبرایند سطر اسلامی را ترک میکنند. وقتی سطر اسلامی که در کوچه که ترک شد، این نماز و این عبادت های خیری که این خواهر میکند همش حبطه و باطله میشوند. این نماز، این سطر فقط برای نماز نیست. وقتی که انسان از خانه بیرون شد، یعنی در داخل خانه میتونی که تو یعنی بی سطر نزد خسرت است، خوشتامنت است، نزد ایورت است، نزد شوهرت است، نزد فرزندت است، میتونی ترک سطر کنی. لکن در کوچه و در مسجد برای زنها رخصت نیست که ترک سطر کنند. یعنی همان روی مالی که گردنهای اونها را، پیشای بری اونها را بسته میکند و آن پاچه هایی که البته از بجلک هم پایانتر است میپشاند، این هم در نماز و هم در کوچه برای زنها استفاده کردنش فرض است.
مبادایی که اگر در کوچه بغیر سطر اینها اگر حرکت کنند تمام عبادت هاشون باطله می سازند و بیکاره می سازند. ولی انشاءالله در باب این یعنی قدر زنها در اسلام چی منزلت دارند و چگونه اسلام قدر اینها را بلند کرد خدا خواسته باشد البته در یگان صحبت های آماده میکنیم. لیکن یک برادر بسیار از ما التماس کردند که در نماز جمعه آینده همین جنگ احد که در این شکست مسلمان ها بود همین بر سمع ما میرساندی، بسیار تاکید بسیار کردند. البته این جنگ خیلی جنگ مشکلی بود. در این جنگ بعد جنگ بدر هست که در جنگ بدر مسلمان ها خیلی یک ظفر کلان یافتند و بسیار یک غنیمت گرفتند که عدد آنها به 313 نفر می رسید که 70 اشتر داشتند میگد و 2 اسب داشتند و همگی 8 شمشیر داشتند. در عوض 3000 قریشی هایی که از دین محمدی بیگانه بودند به آنها جنگیدند و خداوند به یاردم ملائکه ها اینها را ظفر داد. بعد این جنگ بدر این جنگ احد چی شد؟ جنگ احد سر زد که البته ما وعده دادیم انشاءالله جمعه آینده در همین جنگ احد برای شما حکایه میکنیم که در اینجا 70 تا از صحابه های پیغمبر خدا هم شهید شدند به سرداری حضرت امیر حمزه عمک پیغمبر خدا. انشاءالله این حکایت جمعه آینده خدا خواسته باشد به سمع شما البته میرسونیم. الحال یک چند سوال هاست، همین سوال ها را جواب بگیم. السلام علیکم دامنای محترم، یک پسرم در تحصیل علم می باشد، در حقش دعا کنید. خدای مهربان جمیع آن فرزندهایی که از جانب ما و شما بیرون از خاندان هستند و در سفرهای تحصیل علم هستند یا برای زندگی بیرون از خاندان شدند، خدای صحت و سلامت برده و صحت و سلامت برگشته به خاندان آمدن خدای موفق شما سازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم دامنای عزیز، همین سوال را پره بر من فهمونید که فوتبال کردن اوبال است یا نه. یعنی فوتبال در اسلام هیچ اوبالی ندارد. فوتبال بازی کردن یگان گناه ندارد. در یگان احادیث های پیغمبر خدا، در یگان سخن مجتهدین ما و شما، در همین 4 سخن یعنی 4 امامی که از ما و شما در هیچ کدام همین منع فوتبال نآمده است. یعنی بین رسول اکرم ما و شما را ترغیب به سوی چی میکند؟ ترغیب به سوی شناوری، ترغیب به سوی کمانزنی، ترغیب به سوی اسب سواری. یعنی رسول الله میگوید که اینها در شما چیکار کنین؟ اینها را شما بیاموزین. همه اینها عبارت از چی است؟ وقتی انسان اسب میدواند یا انسان، حتی بین رسول اکرم گوشتین میگرفتند و با حضرت عایشه مثل که امروز یعنی 100 متر و 200 متر میدوند، همین مسابقه ها را با عایشه صدیقه حتی کردند. یعنی تمام نوع همین ورزش همش حلال است، هیچ کدامش گناهی ندارد. همه این برای آب و تاب است. از آنه که مثال بچه ما و شما در قد راه می نشیند غیبت میکند، از آنه که مثال فرزند ما و شما به یک کاری مثال عرق نوشی است، کینا تماشا کنی است یا یک کاری بیهوده دیگر مشغول می شود، اگر فوتبال بازی کند چی جای گناهش؟ هیچ جای گناهی ندارد. فقط مانع نماز نشود. اگر کدام نوع بازی که اگر در ما و شما مانع نماز شد و البته حرام است، کدام نوعش، خواه گوشتین باشد، خواه اسبدوانی باشد، خواه شناوری باشد، اگرچه کردنشان سنت است لیکن مانع نماز که شد حرام می شود. برای همین وقتی نماز است، وقتی ورزش است، مرحمت هیچی عبالی ندارد. اونه که میگویند سر امام حسن و امام حسین است دیگر است، اینا هیچ اساسی ندارند. امام حسین وقتی که قتل کردن سر او را هیچ کس به پای خود زدگی نیست. حتی میزدم این دلیل نمیشد که فوتبال حرام است. او کافر از زدن میگیرد سر او را، پای او را، جسد او را. اینا معنای او را ندارد که فوتبال ناجایز می شود. و توپ به کله امام حسین چکار دارد؟ السلام علیکم دامنای عزیز، بعد سلام و شما یک سوال دارم. همین سوال را پره بر من فهمونید که من خفتن را خواندم، در جای درودا
قل هو الله را خواندم، همین نماز من قبول شد یا نه؟ البته قبول می شود. اگر انسانی که در جای درودها قل هو الله را هم که خواند، اون نماز قبول می شود. نماز قبول می شود. در نماز او هیچ سهو و خطا هم پیدا نمی شود. لکن این معنای او را ندارد که مثال ما و شما اگر در جای درودها هم اگر سوره اخلاص هم که بخوانیم نماز ما درست شدن میگیرد، یعنی در جای او همین را خواندن بگیریم. البته یعنی در جای اخلاص، در جای درودها اخلاص خواندن سهونش انسان گناهکار نمیکنه، لکن این ما و شما قصدا نکنید، زیرا که یعنی تغییرات در همین موضع ها می شود، اینجا ترک سنت می شود، ما و شما گناهکار میشیم. اگر دیده و دانسته و قصدا بکنید. السلام علیکم بابای حاجی، اولا سلام بر شما. بعد از سلام من میخواهم که یک سوال را بر شما بگویم و شما به این سوال ما پرره پاسخ گردانید. سوال ما این میباشد: بعضی آدمان میگویند که تای کش را تراشیدن اوبال است، بعضی ها میگویند که اوبال نیست. من میخواهم که با این سوال ما پرره پاسخ گردانید. از شما خواهش میکنم که درباره این سوال کمی معلومات میشنیدیم. یعنی زیر کش تراشیدن یا چیدن هر دوش سنت است. یعنی چیدنش هم آمدگی است در حدیث ها، تراشیدنش هم آمدگی است. لکن در تراشیدنش نه، بلکه در تراشیدنش نه و در چیندنش بعض فضیلت ها را رسول اکرم خبر دادند. یعنی اگر انسان زیر کش میچیند، یعنی بینایی چشمش، روشنی چشمش زیاد می شود. گفته پیغمبر خدا بر ما و شما خبر دادند. و الا اگر کسی که یعنی زیر کشم تراشدم در مسئله ها میگذرد، در حدیث ها میگذرد، هیچ ابالی ندارد، گناهکاری ندارد. کسی میخواهد میتراشد، کسی میخواهد چیندن میگیرد، باکی ندارد. السلام علیکم داملای محترم حاجی داملا میرزا مراد. برادری داشتم گذشته شدند و از او یک دختر و دو پسر باقی ماند. آنها همگی در نزد من تحصیل علم دین میکنند. اولا در حق برادرم، ثانی در حق دختر و پسرانش دعا کنید که صاحب علم عملی شوند. با احترام، یکی از مخلصان شما. خدای مهربان اون برادر روح ارواحش شاد، قبرش را خدای مهربان پر نور و فرزندهاش پروردگار و علم نافع، علم با عمل نصیب و روزیشون بسازد و دائما دعاگو در حق پدر و مادر و خلق جمعیتش خدا نصیب و روزیش بسازد. آمین و رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما خواهش دارم با همین سوال من جواب بده. در مسجد ما در نماز خفتن امام نبود. ما 10-12 نفر بودیم. یگان کس پیش ندر آمد نماز بخوانیم. ما در بین ما یک طالب علم بود. ما با وی گفتیم خیز نماز را بخوان. گفت هر کس خودش طاقه بخواند. پیشتر آمدنی کار آسان نیست. نماز را هر قدممون طاقه خواندیم. یک خیل نماز را میخوانیم. نماز خواندگی ما جایز است یا نه؟ یعنی مقصدش یعنی در نمازی با جماعتی که در مسجد جمع شدن، یک طالب علم هم در بینشان بوده است، لکن وقتی که پیش گذراندن طالب علم به عهده نگرفته است که امامتی کاری آسان نیست، بلکه هر کی یعنی تنها نماز بخواند، البته همون طالب علم در این معرکه گناهکار است. زیرا که نماز با جماعت این با آیات‌های قرآنی و با احادیث‌های صحیح پیغمبر خدا چقدر تأکیدات سختی در نماز با جماعت آمدگی هست. وقتی طالب علم که اگر فتوا میدهد که هر که تنها بگذارد، پس مثال از مردم عامی دیگر ما چی جای طلب کنیم؟ وقتی طالب علمی که شدی، یعنی بین در بین جماعت اگر همه نادان باشد، یکی از همون نادانها میتواند که پیش درآید. برای همون اهل جماعت
کسی که بهترشون باشد یعنی نماز همش به سبب همون امامشون درست میشی. این که طالب علم بود افضل بود باید که نماز جماعت ترک نمیکرد. یعنی مادامی که خود ترک کرده است و دیگرها را البته باز دلالت کرده است در اینجا چی می شود؟ البته گناهگار می شود. من افتا بغیر علم کان اسم علی من افتا. پیغمبر میگه کسی فتوا میدهد در مسئله که علم در او ندارد چه هست؟ در نزد خدا در فتوای دادگیش مسئول است و گناهگار است. در هر جا که اگر 2 نفر که باشه نماز جماعت برپا کنید، حالا که مثال 3 نفر و 4 نفر و تا 12 نفر جمع شد نماز جماعت شما ترک نکنید. این رسول اکرم میگوید کسی که اگر با خوبترین وجه طهارت میکند بعد آمده از پس امام نماز با جماعت میخواند فقط استحق رحمت الباری، اون کس در رحمت خداوندی چی شد؟ غرق شد و رحمت خداوندی بالای سر اونها میبارد. این نماز جماعت اینقدر فضیلت و اینقدر افضلیت های خیلی زیادی دارد. از این خاطر کدامت که نباشین اگر کم بهتر از همون قوم باشین پیش در آمده نماز مردم بخونین ان شاء الله ثواب میگیرین. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا از ثواب و فضیلت های این نماز جمعه که الحال بندگانت انجام میدهند همه اینها را خدایا برخوردار بسازی و مراد و مطلوب و مقصودهایی که در دل دارند خدایا با فضل کرم خود برآورده خیر بسازی. و خواهر و مادرهایی که الحال در این نمازهای ما و شما اشتراک دارند اینها را پروردگار مهربان همگی را عمر دراز وقتی سفید نصیب و روزیشان بسازی. جمیع آن ثواب آن مکافات هایی که در نماز جمعه هست در مسجد هست خدایا بر این مادر و خواهرای ما و شما نصیب و روزی بسازد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. حتی سلامت بدنهای ما را نگه بدار خدای مهربان. تا دم آخر شنوایی ما را از ما جدا نساز خدایا. تا دم آخر بینایی ما را از ما نگیر. اللهم انا نعوذ بک من الکفر. پروردگارا از کافر شدن در دین تو ما را و اولاد ما را خدایا نگه بدار. اللهم انا نعوذ بک من عذاب القبر و من فتنة المسیح الدجال. پروردگارا ما را از عذاب قبر و از فتنه هایی که در داخل قبر هست خدایا نجات بده و خدایا از دجال و از پیروی دجال پروردگارا ما را نگه بدار. اللهم اعن علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم صل و سلم و بارک علی. پروردگارا تا جمعه دیگر این جمعیت ما را صحت و سلامت و در قید حیات خدایا نگهشون بداری. طاعت عبادت هاشون باز هم از این هفته دیده زیباتر بسازی و درگاهت خدایا مقبول بسازی. ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق و انت خیر الفاتحین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم. داملای بی نهایت عزیز و گرامی برای تمام مردم تاجیکستان. ما یک گروه مخلصان آواز شما و موعظه های شما از دوشنبه در مسجد ما حاضر 75 کسیت شما وجود دارد. هر بیگاه گوش میکنیم. شما گفته بودید که من درباره کبر و حیات حضرت ابوبکر، عمر، عثمان، علی صحبت میکنم. داملای عزیز ما به صبرانه منتظر این صحبت هاییم. خداوند شما را از تمام مهربانی هایش بهره‌ور گرداند که ما از زبان شما تا امروز فقط حقیقت اسلام را شنیده ایستاده ایم. شهر دوشنبه ان شاء الله خدا خواسته باشد یعنی بعد انجام دادن این سوال و جواب ها ما یک موضوع داریم در باب عرق نوش ها و کسانی که به مردم عرق میدهند در معرکه های خود عرق دارند. اینها در چی وعیدی سخت از جانب پروردگار است.
انشاءالله این صحبت ها را بهر شما میکنیم و خدا خواسته باشد بعدش انشاءالله موضوع کبر است که همون بنده هایی که امروز تکبری میکنند، چی در نزد پروردگارشان چی در نزد بندگان خدا که خیلی هوا بلند هستند، آنها را اسلام چگونه مذمت میکند و بعدا خدا خواسته باشد از این 4 یار پیغمبر بهر شما البته صحبت میکنیم. و این برادرای هستند که یک سوالهای زیاد از دوشنبه آمدگی هست، میخواهم اینها را بهر شما برسانم. سلام حاجی شیرین سخن که فخر مردم کولاب ما هستید. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار کاروان. یکم سوال میگویند که نیت کردی کاری نیک نیت قبول می شود. آیا نیت در اسلام هست یا نه؟ درباره نیت کمی خبر می دادید. برای اینکه شخصی در مدرسه می خواند و ما گفت که شخصی که نیت کرد که از زنش جدا شدن می خواهد در حال نیت قبول می شود یا این حقیقت دارد که همان شخص از زنش جدا می شود؟ آیا در اسلام در این باره نیت حدیثی هست که از زبان شیرین شما می خواهیم شنویم؟ از شما عذر می خواهیم. یعنی اگر شخصی که نیت کند که من از زنم جدا می شوم، این معنای او را ندارد که وای از زنش جدا شد، زیرا که جدا شدن این فقط و فقط به همون لفظ است. وقتی تا کلمه طلاق را اگر مرد استفاده نبرد، این حالت در بدلش اگر نیت هم که کند، این نیت دل اعتبار نیست. اگر چنده که در اسلام، یعنی ما و شما میخوانیم، البته نیت در اسلام وجود دارد، چگونه که تمام کتابای احادیث پیغمبر وقتی که ما اگر ورق میزنیم، اول احادیث های پیغمبر سر میشود انما الاعمال بالنیات. این از جز از این نیست که همه عملهای شما وابسته به نیتهای شماست. یعنی هر عملی را که ما انجام میدهیم وابسته به نیت ماست. مثلا اگر شما به نماز جمعه آمدید، نیت شما چی نیت است؟ اگر ادای نماز جمعه باشد، خدا ثواب جمعه را به شما میدهد. اگر نیت شما برای ادای جمعه نباشد، بلکه یگان نیت دیگری داشته باشید، برای خبرگیری یگان رفیقتان آمده باشید، برای خبرگیری یگان خیش و تبارتان آمده باشید، یا برای که کو گوش کنیم در مسجد چی میگن، برده این خبرها را در یگان آدم با افلاس دیگه برسانید، یعنی نیتون چی نیتی که باشد، همون نیت در شما سزاوار میشوید. لکل امرئ منهم ما نوا گفت از پیغمبر، از برای هر شخص میرسد آن را که نیت میکند. اگر شما در خانه یک گاو ذبح میکنید، به مردم خام تلاش مثال تقسیم میکنید، چی ثواب کلانی دارد؟ اگر نیت شما از برای خدا باشد. نیت اگر ریا باشد، خودنمایی باشد، نشان دادن باشد، شما همون نیتی را که کردین همون سزاوار میشوید. یعنی چی نیتی که به دل شما میگذرد. لیکن در مسئله طلاق این نیت اعتبار ندارد که انسان اگر در دلش نیت کند که من مثال زن من 3 طلاق گفته، اگر به دلش همین نیت گذراند، زنی او 3 طلاق نمی شود. زیرا این طلاق و دیگر معامله های سودایی همه وابسته به نطق هستند. یعنی تا اگر زبان از زبانش نکشاید، اینجا طلاق واقع نمی شود. ببین بعضی آدمی هست که حتی 1 سال 2 سال از خانه بیرون می شود، همون زن هیچ کس طلاق گفته نمیتونه. یعنی او زن حتی که طلاق شده هم نیست تا وقتی که همین شوهر اگر همون لفظ طلاق استفاده نبره. السلام علیکم اکای حاجی مرزا. ما از شهر دوشنبه و نماز آمدیم. ما از شنیدن امر معروف شما خیلی چیزها را آموختیم. شما در یکی از سبتهای خود گفتید که با همسایه های خود خیر و سخاوت کنید و نیک باشد. ولی همسایه های ما
پدر مرا سال 1993 در ماه شریف رمضان به یگان سبب به قتل رسانیدند. من چی خیل با ویها معامله کنم؟ خود بگویید و در حق پدرم دعا کنید و خدا شما را نگهبان باشد. حاجی میرزای شیرین زبان، نویسنده صلاح الدین. یعنی خداوند این پدر را رحمت و مغفرت کند و گورش را خدای مهربان پر نور بگرداند و این فرزنداش خدای مهربان اهل هدایت گرداند. و به این برادر ما چی گفتنی هستیم؟ البته دیگر خداوند آن سالهایی را که در اینجا این برادر یادآور کرد، خدای مهربان هیچگاه این حالتها را دیگر بالای این مردم تاجیک نآورد که خیلی حالتهای ناخوبی بود که همه ما و شما از حالتهای ناخوب این چشیدیم، خیلی آزرده شدیم، خیلی مانده شدیم. چی بی‌عدالتی ها، چی اوباشی ها البته در این سالها سر زد. الحمدلله که الحال این آرامی و این یکدیگر فهمی که در بین ماست، هزارها به سوی پروردگار شکرانه کردن در کار. لیکن این برادر باید که این همسایه هایی که به قتل این پدر این جوان دست زدگی هستند، اسلام البته همه وقت بخشش را دوست می دارد، همه وقت بخشش را دوست می دارد. اگر این همسایه ها اصلاح شده باشند، امروز نمازخوان باشند، اگر امروز پشیمان شدگی باشند، باید که این برادر یعنی از گناه اینها گذرد و اینها معامله کند همچون همسایه. چگونه که پیغمبر خدا را اگر شما جنگ احد اگر یاد داشته باشین، چی پیشانیش زخمی کردند، چی ابروهای ایشان زخمی کردند، چی دندان مبارکه، چی رخساره های مبارکه، همه را خونشار کرده بودند. لیکن وقتی که آن اسیرهای را که در این جنگ احد به دست آمده بود در دست مسلمان ها اسیر آمدن، رسول اکرم گفتن با این اسیرها معامله خوب کنید. یعنی هیچگاه امر نکرد که این اسیرهایی که اینها سبب شدن و چهره من خونالود شد اینها را همه را به قتل برسانید، نگفت، بلکه با این اسیرها گفت معامله خوب کنید، زیرا اینها نفرهایی هستند که نمیدانند، آن چیزی که میکنند از روی نادانی کردند. یعنی این شخصانی که امروزم آن روزم دست مثال به قتل زدن، چی مثال خانه یک آدم حرام کردن که امروز من میدانم بعضی از اونها را که باور کنین در قطار شما نشستگی هستند، نماز میخوانند، از همون سالها و از همون کارهای خود خیلی پشیمان هستند، خجالت هستند. انشاءالله خداوند گناه های اینها را میبخشد. خود پشیمانی را پیغمبر خدا گفته است این کفارت گناه است اگر پشیمان شده باشند. لیکن این برادر ما هم باید که گذر کند، باید که بخشش کند و با این همسایه ها معامله خوب کند. لیکن پدر ای انشاءالله از دست این گناه اگر شخصان هم که به قتل رسانیده شده باشد، این یک درجات خیلی بلند بردگی هست، باید که این هم البته فراموش نکند. یا اگر نظر کنیم ما و شما، وحشی حضرت امیر حمزه را به قتل رسانید، اما که پیغمبر بود، وقتی که ایمان آورد پیغمبر خدا با او چیزی نگفت، با او چیزی گفته نتوانست، زیرا وی دیگر ایمان آوردگی بود. من یکی از مخلصان شما از شهر دوشنبه ثبت آواز دارم و کسیته های شما را هم میفروشم. آیا بگوید که باز کسیته های حافظ ها را هم میفروشم؟ کار من خطا هست یا راست؟ و شما چی میگوید در این باره؟ یگان سخنی بگویید. و من 100 سامان برای مسجد خیر کردم. در آخر در حق من دعا کنید تا که خداوند گناه های مرا ببخشد که خیلی بنده گناهگارم. سوال: آیا آدم های چشم میکنند میگویند که چشم او را میرسد، آیا حقیقت دارد؟ در پناه خدا باشید. حاجی میرزای شیرین سخن، نویسنده رستم از شهر دوشنبه. این یکم سوالی که مثال کسیته های دیگر حافظ ها را میفروشد، اگر اونها سرودهایی باشد که
برای بگیم بهبودی اخلاقی امروزه ما و شما نباشد. یعنی اونها چنان یک طرب داشته باشند که انسان در یک هیجان بیارد. اونها را چی گوش کردن و چی فروختنشان حرام است در اسلام. اونها جایز نیستند. حتی که اگر از این گونه کسیته ها اگر استفاده برن، پول وی هم حرام است برای او. اینش حقیقت اسلام است. لیکن شعرهایی باشد که از غزلهای عبارت باشد، شعرهایی باشد که بسیار یک تربیه خوبی اگر در داخل اونها وجود داشته باشد، اینها را گوش کردن فروختن باکی ندارد. چشم حقیقت دارد یعنی البته حقیقت دارد. پیغمبر خدا گفتند العین حقون، چشم حق است گفتند. یعنی چشم البته زهر چشم میرسد. و اگر ما و شما آخری سوره نون هم که خوانیم، تفسیر همین ده اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ان یکاد الذین کفروا لیذقونک بابصارهم لما سمعوا الذکر و یقولون انه لمجنون. انا همین آیه حسن بصری میگوید که خاص در بابی چشم آمدگی هست که آخری سوره نون است، از پاره 29 از قرآن است. و حتی حبیب خدا حدیثی دارد که چشم بعضی از آدمها را در قبر جا میکنند و چشم گفت از پیغمبر بعضی از اشتر را در دگ جا میکنند. این حدیث پیغمبر است که چشم اشتر را در دگ و انسان را در قبر جا میکند. یعنی البته زهر چشم وجود دارد، لیکن برای این مردم ما و شما مهره چشمی میگرفتند که یک بگیم کدام انسان اینا را دلالت کرد در یک شرک که خیلی گناهگار کلان میشوید. اونا هیچگاه شما را از چشم نگاه نمی دارد. شما را یگانه از چشم نگاه می دارد. شما فقط سوره آیت الکرسی را خوانین، سوره های قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانین، در داستاتان بدمین، در تمام وجودتان محض کنین، انشاءالله خدا شما را از تمام چشم نگاه می دارد. لیکن اگر شما اینا را استفاده نبرین، بلکه ما و شما چوی توغ میگیم و بعضی چوی ها را میروان از مزارها و دیگر میارن، اینها در یک باره گناهگار میشین. شما چشمی که نمیرسیدگی باشد شما در چشم میرسد، زیرا اینا بیچاره خودشون حمایت کردن نمیتونن. با اینها صاف تماما اخلاص نبندین. اینا از شرکیات هستند، شما بسیار گناهگار میشوید. باور کنید از همین صحبت های در همین مسئله ها که ما بسیار صحبت میکنیم، بسیاری گپ ها هم که به ما میرسد، میلش به ما هم که رسد، تا که شما اگر اصلاح شوین انشاءالله ما در تمام اذیتش راضی هستیم، اگر به شرطی که شما از حقیقت این صحبت ها برخوردار شوید. نکنید اینها را. دیروز یک جوان خانه آمده است، باور کن حالت او را هیچ کس هیچ تصور کردن نمی شود. خیلی حالت وزین، خیلی بیماری سخت بیچاره را فرا گرفته است. من گفتم چی تبابت کردی؟ گفت همون مزار در یک ملا هست. گفت کی که میرم، گفت از همون خاک همو یک جاروب دارد، گفت همین پشتای مده، گفت میمالد، گفت میشکد، گفت و مرا مهلت داده است که 20 روز بعد تو شفا میابی. همین دروغ ها چی لازم هستند؟ من اون جوان گفتم نخواه که تو اینقدر صحبت میکنیم و اینقدر از این خبرها خبر میتیم، تو کجا را گوش میکنی؟ اون بیچاره‌ای که در دستش جاروب دارد یا مثال طرف به این کارهای شرکیات دلالت میکند و احتیاج هم 5 سامان و 10 سامانی تر دارد، اون بیچاره همه فکرش بس همون پولی ته هست و پروای شفای ته هم ندارد. شفا در دست او هم نیست. آخه بدنت میسوزد، درمند است. الحمدلله امروز بیمارخانه ها رفته در طبیب ها نشان بتین. آخه میبینی که یگان زیان است. الحمدلله امروز جوانهایی هستند که از قرآن آیت قرآن میخوانند، اونها را بیار تا که مثال قرآن قطعی تو را شفا کنند.
خدا رحمت کند همین مزارها را. سلام داملای خوش زبان حاجی میرزای محترم. بعد از سلام این که من یک مادر علم دیده، من دخترم را به شوهر دادم. بعد چند حادثه رخ داد که از حکم شرعی چنان بیرون است که حتی زبانم بر گفتن او نمی پیچد. خسور این دختر با اون نیتی بد می کرده است. پسرش از این اخلاق پدر درکدار شده مدتی 4 سال است که برآمده به روسیه رفته است. بعد من به خانه دخترم رفتم، دیدم که خسور او را بوسه می کند. گفتم این چی واقع است؟ دخترم به من گفت که این نیتی بد است. برای همین شوهرم برآمده رفت و گفت که من دیگر از خصلت بد پدرم دیگر بر نمی گردم. من دخترم را گرفته به خانه‌ام آوردم. شما عالم شناخته در این موضوع چی میگوید که 4 سال هست که دخترم در خانه هست؟ شوهرش جوابش را نداده است. آیا حق دارد که به شوهر برآید؟ شما در این باره چیزی میگفتید؟ التماس در این باره جواب مفصل دهید که ثبت کسیتوی شود که ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه، ما شکر خدا میکنیم که چنین پیشوا را خدا نصیب ما کرده است. ما همیشه ثبتای شما را گوش میکنیم و از چندین راههای بد گشتیم. خدا عمر شما را دراز و علمتان را زیاده گرداند. خدا حافظ حاجی محترم. یعنی البته ما در این موضوع ها صحبت ها داشتیم. من چندین بار چی در باب ساتر، چی در باب خلوت کردن و چی در باب قبول مهمان از جانب زنهای ما و شما چندین بارها صحبت ها داشتیم. البته پیغمبر خدا به حکمت نگفتند. در حدیث های فراوان برای ما و شما خبر میدهند لا یخلون رجل بامرأة الا کان ثالثهما الشیطان، که این حدیث ترمذی است. هیچگاه زن همراه زن هیچگاه خلوت نکند یک مرد بیگانه، زیرا یقین داند که سیوم اونها شیطان است. هیچگاه باید که زن یعنی با مرد بیگانه، چگونه ای که امروز زنهای مردم ما و شما مبتلای این بلا هستند و عاقبت به این خیلی حالتهای ناخوب دوچار می شوند که دیگر افسوس میخوریم، دیگر هیچ فایده نمی کند. این پیغمبر خدا میگوید شما هیچگاه حق ندارید چی برادرش باشد، چی خیش و تبارش باشد، با زن در یک خانه تنها نشیند، زیرا که سیوم شما شیطان می شود. گفت پیغمبر و شیطان در هر یک رگ و خون شما بی نهایت تیز حرکت میکند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمیپیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند. بینید این حالتی که هست، باور کنین گفتی این مادر زبان انسان نمیپیچد. چه یک حالتی خیلی شرمندگی چی دنیا و چی آخرت است. از پشت چیز؟ از پشت آن است که خسر با کیلین شاید در یک خانه تنها ایستادگی باشند و این حالت در او پیدا شده باشد. بسیار احتیاط کنید جوانای عزیز و پدرای مهربان. زن ما و شما حقوق ندارد رفیق ما و شما را مهمانی کند. حقوق ندارد که وی مرحمت گفته و به خانه درآرد، همراه او نشیند. حتی در یک حدیث پیغمبر خدا گفتم ایاکم و الدخول علی النساء، مردم گفت احتیاط کنید زنهایی که در خانه تنها باشند، شما در اون خانه ها وارد نشوید. چی گفتند در دوام صحابه ها؟ فقال رجل یا رسول الله ارأیت الحنو،
بچه عمکش چی؟ بچه تقاش چی؟ همسینفاش چی؟ پیغمبر گفتن الحم و الموت. اگر اینها گفت نزدیک شود، تصور کنید که این یک هلاکت است. با اینها گفت تیزتر باز حادثه برپا می شود. یعنی اون مردی بیگانه گفت از این ده گفت بیخوفتر است، زیرا که این زن شاید که جرأت نکند که پیش این مردی بیگانه درآید، لیکن وقتی بچه عمکش باشد، بچه تقاش باشد، همسینفش باشد، این زن با طریق اولاد در نزد او رفته می نشیند، با او هم صحبت می شود. برای همین اگر ما و شما ذره ناموس اسلامی داشته باشیم نگذاریم. این جایز نیست در اسلام. برای چی ما این سخنها را میگیم؟ این عاقبتش در ما و شما آمده رسیده ایستاده است. این فقط میتواند این مادر رفته در مفتیات مراجعت کند، یعنی اداره دادن فتوای طلاق است. این 4 ساله که این جوان و این همسرش نگاه و بین نکرده است، این در همون مفتیات اگر مراجعت کند، اون جوانها برای این خط طلاق میدهند که در این مدت وقتی که شوهر که اگر هیچ نگاه و بین از جانب او نشود، اونجا در فتوا در اونها حقوق دارند، می نویسند، در دستش می دهند. از روزی که وای می نویسد الک حکم طلاق واقع می شود. اون عده می پاید، 3 حیض کامل نگاه می کند، بعد او می تواند که شوهر کند. این یگانه فقط همون جای حل کردنش فقط مفتیات است. السلام علیکم داملای عزیز، ما در یک پنجشنبگی اشتراک میکنیم، فقط شیر برنج میکند از حساب نارسایی هایش و یک ملا داریم، اون میگوید که پیش این شیر برنج خیزه. آیا این درست است یا نه؟ باور کنین چی برای همین ملایی که بیچاره همون یک شیر برنج مانده است، با همون یک شیر برنج همون هجوم کرده، 5 کس 6 کس، همین حلال است برای همون ملا؟ آی ملا هم نیست بیچاره. اونا را شما ملا نگین، اونا گناهگار میشوین شما. اون ملایی که فقط پیش همون شیر برنج میخیستگی باشد و همون ملای شیر برنج است، اون ملا نیست. وای یکمش پیش شیر برنج خیستنش چی معنی دارد؟ گویا که پیغمبر شیر برنج خورده باشد. در یگان حدیث نآمد از پیغمبر شیر برنج خورده باشد. پیش شیر برنج نخیزین. بلکه این ملا خوب میشد که مردم میخیزانید، از جاش میگفت اینجا دیگر جای خوردن طعام ما نیست، بگذار بیچاره هم شیر برنجی که دارد با همراهی فرزنداش خورد. اون مادر فیراد میکرد، میفهمانید این از دستور اسلام. از حساب انمین گونه ملاها بیچاره امروز فکر میکنه مردم که همه امین مراسم ها از اسلامند، اینا از اسلام نیستند. اینا را انمین گونه ملاها در گردن مردم بار کردگی هستند. اسلام هیچگاه برای ما و شما وزنینی نمیخواهد. هیچگاه نمیخواهد که بیچاره به یک شیر برنج مانده باشد همون را به مردم ده. بلکه اسلام ما و شما میگوید اگر همون آب نانی که وی یافته است با مقداری که کفایت کننده برای فرزنداش است، اگر همراه فرزنداش خورد، روحی همون پدر و مادر شاد می شود. اینقدر وزنینی ها، اینقدر مشکلات ها بالای همین مردم آوردن چه حاجت است؟ اینا از اسلام نیستند. ممکن نیست پیش هیچ نه شیر برنجش خیزین نه پیش دیگرش، بلکه توانین همون معرکه را ترک کنین، انشاءالله ثواب میگیرید. بگذار همون ملا بیچاره خودش خوردن گیرد، شما روین. سلام ای پیروی دین مبین اسلام حاجی میرزای عزیز، من یک سوال دارم که برادرم
که برادر من حق دارد که زن مرا زند، که زیرا میگوید که من حق دارم، چی کار کنم؟ با همین کار سبب شد و زندگی من ویران شد. حقیقت این را به من بیان کنید. من یک مخلص شما از ناحیه ورزاب شهر دوشنبه هستم. دوم سوال: پدرم از مادرم جدا شده است، وی زن دارد، از ما جدا می باشد. به من زکات دادن جایز است یا نه؟ برای آنکه زندگانی را من با همراهی مادرم دادرانم پیش برده ایستادم. اینجا یکم سوالش جواب میگوییم. البته برادر او حقوق ندارد که زن دادرش لطقین کند، یعنی بالای اون زن فقط شوهرش حق دارد. اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها، گفته است پیغمبر، بزرگترین حق بالای همون زنها فقط شوهرها دارد. یعنی از تمام پستی و بلندی این زن فقط شوهر پرسیده می شود. از این خاطر این حقوق ندارد که زن اون برادرش لطقین کند. و این پدری که اگرچند که وی زن گرفته است جدا هم کشیده باشد، فرزند حق ندارد که به پدر خود زکات دهد یا به مادرش زکات دهد، یا پدر و مادر مالدار باشد فرزنداش زکات دهند. این درست نیست در اسلام. فقط زکات دادن میتواند برادر برادر دهد، برادر خواهرهاش دهد، یا خواهری به دولت باشد میتواند که مثال خواهر و اپش زکات دهد. بین فرزندها دادن زکات جایز، لیکن بین پدر و فرزند یا بین دختر و مادر این در اسلام درست نیست زکات دادن. در پهلوی ما کسیته فروش است که دائم کسیته های شما را میماند و ما گوش میکنیم. شما یک ثبت خود گفتید که بچه بیزن علم داشته باشد پیش در آمدنش جایز است، ولی یک معلم میگوید که بچه یاش را ممکن نیست پیش در آمدن و میگوید که این ملای شما حاجی میرزا حزب تحریر است و تا روزی که هستیم آن چیزی که مسئله که هست انشاءالله ما حقیقت به گوش شما میرسانیم. امروز هر کس هر چی میگوید، ما را سلفی هم میگویند، ما را تحریری هم میگویند و دیگر مسئله های زیاد. باور کنین یک چیزهای میشنویم که همش تهمت است. الحمدلله از همه این ما الحمدلله خالی هستیم. ما آن چیزی که هست در آیت‌های قرآن، آن چیزی که هست در احادیث‌های پیغمبر خدا، آن چیزی که هست در مسئله‌هایی که ما و شما می‌خوانیم از مذهب ابو حنیفه، ما همون به سمع شما رسانیده ایستادند. از همه این تهمت‌ها هستند. این هیچ کدامش حقیقتی ندارد. اگر کدام اونها را شما دریاب میکنید پیش من بیارید مثال اثبات کند، بعداً گوش کنید خان چی مثال چی جواب میگیرد و چی میگوید. دروغ است. و بچه بیزن حق دارد که پیش در آید. اگر عالم باشد حقوق دارد که نماز مردم خوانده دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حاجی میرزا، از شما میخواهم که درباره حجاب موضوع میگذرانید در جمعه های نزدیک. خدا خواسته باشد انشاءالله این موضوع هم در فکر ما هست که در باب حجاب، در باب لباس زنها هم انشاءالله یک صحبت میکنیم. دوم اینکه درباره ترجمه سوره قاف موضوع میگذرانید که آن حالت این دنیا و آن دنیا را بیان میکند. از زبان شیرین شما شنیدن میخواهیم. سوم سوال این که منزل بابای آدم علیه السلام و مام حوا در کجا واقع است؟ در قصه نوح علیه السلام آمده است که خداوند با وی امر کرد که آنها را در کشتی خود بار کن تا که آنها را زیر آب نماند. بعد از اینها آنها را کجا بردند؟ از شما عذر بسیار میخواهم که با این سوالهایمان شما را غم و دقت میدهیم. ما مخلصان اشدی از بازار کاروان در حق ما دعای خیر کنید که خداوند قلبهای ما را ممنوع از نور و یقین از ایمان بگرداند. خداوند عمر شما را دراز بگرداند. دوستداران شما نصرالدین و رستم و نام رستم خوب است یا نه؟ مرا ببخشید حاجی شیرین گفتار. در اسلام بهترین نام عبدالله و عبدالرحمن است. بهترین نام همون نامی هست که
به عبد اگر شروع شود یا نامهای پیغمبر ما و شما به نام یاسین و احمد و محمود و اینا بهترین نامها هستند. منزل بابای آدم در اصل در تاریخ ها میگوید، چه تاریخ تبری هم میگوید که وقتی که دنیا زیر آب میمان خداوند به نوح امر کرد که حضرت آدم استخوانهاش با همراه مام حوا بگیر تا که این آبی که دنیا را میگیرد این آب مقرری نیست، این بلکه آب عذاب است. یعنی این عذاب دارد تا که اینها از عذاب پروردگار خلاص شوند و اینها را همراه خود ببر. در اون تاریخ ها دیگر نگفته است که یعنی بابای آدم و مام حوا در کجا است، لیکن اینجا حاجی های هستند که زیارت کردند میگویند که در هندوستان است. یک حاجی دیگر او روز آمدن ما را زیارت گفتند بابای آدم در بیت المقدس ما زیارت کردیم. برای همین من نمیدانم در کجاست، لیکن بسیارتر مردم میگویند که در همون هندوستان هستند. شاید دانستنش به ما و شما قدر شرط هم نیست. جایده باشن، خدا رحمت و مغفرت جان. السلام علیکم داملای شیرین بیان. من یک نفر مخلص شما از شهر دوشنبه. من با نزدیکی آیله دار شدم و میخواهم در حق آیله ما دعا کنید و خود من دانشجو می باشم. با احترام ایشان جمال الدین. خدای مهربان این حیات این ایشان جمال الدین پرفیض و پربرکات کنه و خداوند فرزندان سالم و صالح نصیبش بگرداند. آمین یا رب العالمین. سلام حاجی محترم که فخر کلاب ما می باشید. بعد السلام این که درباره مائندرها یک جمعه خود را که خیلی وقت زیادی خود را صرف می کند صحبت می کردید که مائندرهای بیرحم برای پسر و دختران همان شوهر اوست معامله بد می کنند و تنگروی ها می کنند. صحبت شیرین می کردید زیرا همان طفل ها گناه ندارند. این برای این گونه زنها تأثیر می بخشید و از یزدان پاک سلامتی شما را خواهانم و در حقمان دعا کنید که بنده گناهگاریم و خداوند گناه های ما را مغفرت کند. التماس دعا کنید خداوند گناه های این بنده را مغفرت بگردانی و خدا از جمیع آفتها در حفظ امانش نگه بداری. آمین یا رب العالمین. و درباره مائندرها که البته امروز همه شما میدانین وقتی که یک مرد زنش از دنیا میگذرد یک زن میگیرد اون دیگر چنان معامله دارد که مجبور می شود این مرد از همه فرزندهایی که در خانه دارد از همه اونها گذر کند برای خاطر همین زن. برای خاطر این زن از 5 فرزند است، 6 فرزند است، چندی که باشد همه اونها را پیش میکند و همون خانه را صاحب می شود. لیکن این خطا هست در اسلام. این بسیار خطای کلان است. اگر همون زنی که اگر خدا ترس باشد و زنی کردنی باشد هیچگاه این شرط ها را نمی ماند که این فرزندات از خانه بیرون کن بعدا من همراه تو زندگی میکنم. یعنی هیچگاه تو را نمی خواهد او بلکه همون خانه تو را می خواهد. در اصل اون طفل ها و اون کودک ها چی جای گناه چی گناه دارن اونها برعکس بیچاره احتیاج دارند در آغوش گرم مادر ایستادن را. اونها همه دل شکسته شدند. اونها را تا جای این مادری که آمد همچون مادر باید نوازش کند، باید که پرستش کند، باید برای اونها دلتیی کند. رسول اکرم میگوید انا و کافل الیتیم هکذا و اشار بالسبابه والوسطی. گفت از کسی که اگر حال یتیم ها را غمخواری میکند، کسی اگر سر یتیم ها را دستمال میکند یقین داند که مثل همین 2 انگوش بر من در روز قیامت نزدیک است. پیغمبر خدا احترام یتیم ها می کردند، بی کس ها را پشتیبان می شدند. برای چی پیغمبر خدا ببینید فقط زنی که گرفته است هیچ کدامی اون دختر نبود بغیر عایشه، همه اونها صاحب فرزند بودند. به خاطر نوازش فرزندای اونها را نکاح کرده گرفت، فرزندای اونها را نوازش کنند. باید این مایندرها بگیم، این مادرهایی که آمدن در این خانه
باید که چه خدمتی در مرد کنند، چه خدمتی فرزندهای او را کنند، اونها را به وایه رساند. من عال جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت هکذا. باز حدیث پیغمبر است، کسی اگر دو دخترچه را اگر تربیه میکند روز قیامت میآید. هکذا گفت پیغمبر با اشاره دو انگوش کردن. کسی تربیه اگر دو تا کودک میکند، باید که این مادرها کودکها را تربیه کنند. از تربیه خوبی میکردگیش باز فایده این فرزندها را یک اندک پس انشاءالله میبیند. اینها را در بدر نکند. اینها را که در بدر کردی اون جوان است، به همه کار قادر است، اونها بیراه میشود. اون پدر مسئولیت دارد در بالای همه فرزندها، جوابگر در نزد پروردگار است. شاعر چی میگوید؟ میگوید چوبینی یتیمی سرافکنده پیش. خدا رحمت کنه صاحب تفسیر روح البیانه. میگوید اگر شما میبینید که یک یتیم از حساب نداشتن مادر است یا پدر است، سری خود پیشه کرده است، سری خم دارد، چوبینی یتیمی سرافکنده پیش، مده بوسه بر روی فرزند خیش. وقتی دیدی یتیمی را بی صاحب است، آغوش مادر پدر میفارش، در پیش او یتیم شاعر میگد به فرزند خودت بوسه نده، زیرا او یتیم وقتی که نگاه میکند مهربانی او فرزند، البته دلی وای گریان میشود، وای غمگین میشود. برای دل یتیم غمگین نشدن شما فرزندهاتون در پیش یتیم ها نوازش نکنید. میگوید الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همه چون بگرید یتیم. شاعر گو وقتی یتیم گریان شد یقین دانید که عرش پروردگار در جنبش می آید. لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. پیغمبر گفت از من نیست گفت کدام مرد و کدام زن، آن مرد و آن زنی که به خردسالها اگر رحم نداشته باشد، اگر با این خردسالها اگر رحم نداشته باشد، چی مرد باشد چی زن باشد، لیس منا گفت پیغمبر، از ما نیست، از امت اسلام نیست. یعنی این کسی نباشد. باید که برای حیات برقرار کردنشان چیکار کنن؟ باید در بین یکدیگر محبت داشته باشند. چی زن کودک دار باشد چی مرد کودک دار باشد، باید که در تربیه یکدیگر روند. این جوانهایی هست که امروز زنهای 3 کودکدار و 4 کودکدار برای خاطر فرزنداشون نکاح کرده میگیرند تا که کودکای اونها را ما نوازش کنیم. این بیرحمی است که وقتی که وای وارد خانه من شود، من به خاطر همین خیال زنی بدبختی که سبب چند پراکندگی فرزندای من شود، من فرزندام پیش کنم و وای در آغوشم گیرم، وای به تو هیچگاه زنی نمیکنه. زیرا این شرطی که وای مانده شرط اسلامی نیست. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم محترم اکای حاجی مرزا. یکی از نزدیکان من دختر از من خواهش نمود که مکتوب من را به حاجی محترم رسانیده به من مصلحت دهد. من طول چند سال است که کتاب میخوانم، نماز میخوانم، ستر عورت میکنم. همسایه ها تهمت کرده خواستگارهایمان را از راه میگردانند. وایها میگویند که این دختر کسلی هست، همین کسبه را در سرش مانده و برای همین کتاب میخواند، ستر میکند. و برادرانم میگویند که ستر نکن، من با گپ برادرانم بگیرم یا که نی، ستر عورت کنم یا نکنم. البته امروز این سوال یک بار دیگر بر ما وارد شده بود که بعضی همسایه های هستند که به خانه یک همسایه اگر خواستگار آید کار میکنند که پیش راه او را گیرند. هر گونه تهمت هایی که چگونه ما را میکنند، هم گونه تهمت ها را مثال میرسانند که وای کسلی است و وای دیگر است و وای دیگر است گفته، یعنی نمیخواهند که در خانه همون همسایه‌اش یک خرسندی برپا شود. حالان که حبیب خدا میگه لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخی ما یحب لنفسه.
ایمان کامل ندارد آن مؤمنی که اگر آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد برای برادرش دوست ندارد. آن چیزی را که برای خودش دوست می‌دارد، یعنی خرسندی را دوست می‌دارد، دختر خودش به شوهر دادن را دوست می‌دارد، لیکن برای همسایش این اگر دوست ندارد، اون همسایه گو ایمان ندارد. المسلم اخو المسلم گفتم پیغمبر، لا یکذبوه ولا یخذلوه ولا یخونوه. مسلمان برادر مسلمان است. باید که مسلمان خیانت نکند، مسلمان دروغ نگوید، مسلمان خار نسازد. کل المسلم علی المسلم حرام عرضه و ماله و دمه. پیغمبر میگه هر یک مسلمان بر مسلمان حرام است. چی؟ آبروی او، مال او، قدر و قیمت او. برعکس ما و شما باید که امروز تبلیغ کنیم. اگر در همسایه ها من دخترهای باکره رسیدگی باشد، باید که دیگر جوانها را تبلیغ کنیم که در همسایگی ما فلان دختری هست، بی نهایت دختری خوب است. باید اینها را تبلیغ کنیم تا که اونها تیزتر صاحب شوهر شوند. این کارها ماندگی ما و شما دشمنی می‌ورزیم. در این حالت ما و شما ایمان از دست میدیم. و این خواهر میگوید گپی برادر ما گیرم یا نگیرم ستر عورت میکنم، تا جای این برادرها یک ناموس اسلامی داشته باشند که خواهر خودشان امر به روی مال انداختن کنند، باز نخواه که یک بی ناموسی اونها را فرا گرفته باشد و نخواهند که خواهر اونها روی مال داشته باشد یا پیشی بری بسته داشته باشد. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا. خدا میگوید ما سپارش دادیم فرزند آدم را که با پدر و مادرش مهربان باشد، نیکوکار باشد. وقتی تفسیر این آیت خواندم، سعد ابن ابی وقاص میگوید این آیت در شأن من نازل شده است. چگونه؟ میگوید وقتی من ایمان آوردم مادرم بر من خبر داد. سعد گفت خدا به تو سپارش داد که و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، و پدر و مادرتان مهربان باشید، اطاعت کننده باشید. پس من بر تو امر میکنم ای سعد که کافر شو، و الا اگر کافر نشوی من نه غذا میخورم نه هیچ نوشابه می نوشم، و این آفتاب سوزانی که میبینی این آفتاب ترک نمیسازم، به زیر سایه نمیروم. میگوید این مادر این گونه کرد برای آنکه سعد ابن ابی وقاص از ایمان محمدی برگردد و کافر شود. این شرط در پیش سعد گذاشت، یا کافر میشوی یا مادر در همین زیر آفتاب بی غذا و بی شراب هلاک میشود. وقتی میگه زیر آفتاب رفت این مادر، یک شب میگوید تا روز چیزی ننوشید، چیزی نخورد و در آفتاب میگه نشستگی بود. روز دوم شد از آفتاب نمیخیست برای فرزندش کافر شدن. روز دوم هم میگه تمام شد. مفسرای قرآن میگویند روز سوم بود که مادر بیهوش افتی. سعد بالای سر مادر آمد، چی کلمه گفت؟ مادر گفت اگر گفت تو 100 جان داشته باشی و هر یک جانی تو گفت با این گونه مشقت از بدن تو جدا شود، من کسی نیستم که از ایمان محمدی برگردم. من کسی نیستم که من از ایمان محمدی برگردم. اگر 100 جان داشته باشی با این گونه مشقت جانها از بدن تو جدا شوند، من کافر نمیشوم. اختیار داری گفت. مادر وقتی میگه این سیاست فرزند شنید، این اراده مستحکم فرزند که شنید، از زیر آفتاب خیست آمد. میگه غذا هم خورد و نوشابش هم نوشید. یعنی باید این خواهر و این دادرهایی که در این راه هستند باید صاحب اراده باشند. باید دیگر دلالت هیچ کس در نزد پروردگار گناهکار شدن این بهتر نیست از او که تو در نزد برادرت، پدر و مادرت ملامت زده میشوی.
السلام علیکم محترم حاجی میرزا. ما یک گروه مخلصان اشدی شما از دهه بولیان پایان ناحیه دنقره با طلب زیارت شما آمدیم که نماز جمعه عین اجابت دعاست. از شما التماس یک دعای نیک کنید. این برادران از ناحیه دنقره چند جمعه شد که در این جمعه های ما و شما خیلی نفرهای زیاد آمده اشتراک دارند. در حقشون دعا کنیم که خدای مهربان این برادرانی که از بولیان پایان و از دیگر ناحیه های دنقره و این جمعه ما و شما می آیند، خدا در هر قدمشون حسنات کتابت کند، عمر ایشان دراز و توفیقشون باز هم خدای مهربان زیاده بگرداند و به تمام مراد و مطلوب های نیک خدای مهربان موفقشون بگرداند. آمین یا رب العالمین. خوش آمدند. السلام علیکم حاجی میرزا. من یکی از مخلصان شما از شهر نارک می باشم. نصیب باشد به زیارت می آیم. ما اهل خانواده هم شما را دوست می داریم و در حق شما هر نماز دعا می کنیم که چنین پیشوا داریم. ماه ایون مادرم از دنیا گذشت. می خواهم که در حق مادرم و خانواده هایم دعا کنید. نام من سفر علی و بگوید که نام من خوب است یا نه. نام شما خوب است و خدای مهربان این مادر روحش شاد و قبرش پر نور و این برادر سفر علی را چه خداوند عمر دراز و تنی صحت نصیب بگرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای محترم. درباره نانی که در خانه مرددار می آرند، همسایه هایی که شب برای ختم می روند، نان خوردن جایز است یا نه؟ تا سه روزگی را التماس که جواب گردونید که همین روز، یعنی اگر روزی که جنازه می شود در یگان محله های ما و شما، حدیث پیغمبری خدا هست اصنعوا لآل جعفر طعاما. شما وقتی که جعفر از دنیا گذشت، برادر حضرت علی و رسول اکرم امر کردند که جعفر خانوادهش نگذارید که طعام پزی کنند، زیرا آنها مشغول به مصیبت هستند. شما همسایه ها نان و آب آنها را تا 3 روز چکار کنید؟ آماده کنید. برای همین در تمامی یعنی فقه های ما و شما و حدیث ها هم در این باب وجود دارد. تا 3 روز در خانه مرددار باید که از جانب مرددار چیز پخت و پز نشود، باید که همسایه ها آماده کنند. زیرا که عزیزان ما و شما میگوید این طعام پختن و این طرب و سرور فقط برای روزهای خرسندی هست و این بنده که امروز مصیبت دارد باید که مردم همسایه ها او را از آب و نان تأمین کند. لیکن شب وقتی که ما و شما بسیاری خوراک میبریم، یعنی در خانه خوراک زیاد میماند، بهترین صورت شمین است که اگر در همون اطرافا همسایه های کمبغل باشد اونها را برده در خانه اونها دهیم. و الا اگر همون همسایه هایی که می آیند و از همون طعام همسایه ها اگر در همون شب همراه خانه‌دار خورن هم اینم اجازت است. این همراه اگر همون خانه‌دار همون طعام هایی که از همسایه ها می آید، برای آنه که اونها اسراف نشوند، برای اونها را مثال در گاوها تقسیم نکنن، اونها را همون شب مثال همراه خانه‌دار خورن، این در اجازت هست. لیکن بهترین صورتش اگر شما اونها را در همسایه های کمبغل یا نگاه کنید که در جایهایی که مثال مردم محتاج هستند، اگر همون نان و آبی که باقی مانده از برده دهین، اینش با افضلتر و بهتر است. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. الحال انشاءالله دعا میکنیم در حق اون بعضی برادرانی که در این مسجد خدمت ها کردن. ما روز عید پرسیدیم، امروز تا حال در مفتیات مجلس نشده است، یعنی نمیدانند که عید قربان کی است و بعضی آوازه ها ممکن که روز 10 باشد، لیکن این معلوم نیست. این معلوم نیست، زیرا الحال من تلفنی کردم اگر باشد که یعنی روز 10 باشد، انشاءالله جمعه آینده در باب همون ذبح حضرت اسماعیل که این خاص عید قربان به همین وابستگی دارد صحبت میکنیم. اگر نباشد دیرتر باشد، یعنی جمعه های آیندهش خدا خواسته باشد، انشاءالله در این موضوع با شما صحبت میکنیم.
السلام علیکم داملای شیرین سخن حاجی میرزا. حاجی محترم، من از شما خواهش میکنم با همین سوال من جواب گردانید. در بین یک گروه زنهای شهر و قشلاق‌ها برای پاره کردن کفن میت و کرته آن دائما بحث و مناظره ها می شود و مثل که کرته زنها پیشش دراز و پسش کوتاه. ما هرچند میگوییم سود نمی بخشد و در شستن مرده فقط آیات قرآن را میخوانند. آیا این درست است؟ التماس جواب گویید. ما یک گروه زنها هستیم. شود یک سینه بند و رویمال می شود. مویه های مثال پس یا باز می درانیم، گوییم که مثل که همون خدمت میکردن در مریک میگفتیم پساشون دو کاکل داشتن، انا همون رویمال همون دو کاکل میکنیم، همون مویه ها را در داخل کاکل ها میپیچانیم، مقصد نتاوند. و خب سینه بند چه میگویم از زیر همین گویم از بالای همین گردن تا زانو میخیلی یک لبته کلان هم میپیچانه. این دو چیز زیادی میکنه تمام. دیگر گویم لباسی و یا پیشش کلته و پسش دراز دیگر اینا تماما وجود ندارد. برای مرد و برای زن انامین است. لیکن در وقت شستن مرده خواندن آیت قرآن خوانندش گناهکار میکنه. هیچ وقت شما در وقت شستن مرده آیت قرآن نخوانید، درست نیست برادر عزیز. فقط همون کلمات هایی که با دستش هر گناهی را کرده باشد خدا را مغفرت کن و پایهایش هر جای نادرست رفته باشد خدا را مغفرت کن، فقط دعا کنید، لیکن آیت قرآن نخوانید. السلام علیکم داملای عزیز. سوال 6 ماه شد که عائله دار هستم و این عائله من به سوی مادرم دشنام داده است از دهانش. داملای عزیز به این گونه زن چگونه معامله کنم؟ مصلحت میدادید. برادر عزیز اگر مراد تو طلاق باشد من طلاق در مصلحت دادن نمیتوانم، زیرا که زنها بسیارش از روی جوانی است، بسیارش از روی گویم نافهمی است، بسیارش از روی جهالت است، بسیارش از روی آن است که باور کنید در وجود همون زن ذره ترس خدا و پیغمبر وجود ندارد. برای همین بود که مقاله های ما و شما که بترس از کسی که نمی ترسد از خدا، کسی که از خدا نترسید همه کار در قادر است. برای همین این برادر عزیز فقط و فقط توصیه نصیحت کردن در کار، فقط بارای مصلحت، بارای فهماندهی انشاءالله وی بهبودی در وجود وی پیدا می شود. دیگر مثال گوییم که باید طلاق داده و برای این خاطری دشنام دادن این ارزنده نیست. بگذار همون مادرم همون حالت وی بخشد انشاءالله ستر کند، عیبی وی ستر کند، خدا این مادر عیبهاش در قیامت ستر میکند. فیرازش کند همچه فرزند نصیحتش کند، بیند که بهبودی هست، مرحمت باز زندگی را دوام دادن گیرد. دید که تماما علاج ندارد، بعد اونجا در میتواند مادر هر فرمانی که به فرزندش دید بعد فرزندش اجرا کند. امروز این گونه بی‌نهایت زیاد است. باور کنید از 100 زنی که امروز صاحب شوهر میشوند، باور کنید شاید 70-80% او انمین معامله ها را در خاندان شوهر انجام میدهند. در من بی‌نهایت صحبت های تلفنی دیگر هیچ گویم که عدد ندارد، فقط شکایت از زن است. مادر مدشنام داد، پدر مدشنام داد، خود مدشنام داد، فقط دشنام در دهان. مرحمت دیگر حکم کن. اگر همه این ما گویم طلاق شانده این باور که دیگر خدا میداند که حال این مردم تاجیکی ما چی میشود. چیکار کنیم؟ عیب خودمان است. چیکار کنیم که گویم زنهای ما و شما از پند و نصیحت دور شدند؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بعد از سلام این که من سوال دارم. بعض زنهای را دیدیم که صاحب کودک اول میشوند و فکر و عقیده های نادرست دارند، در اصل شیر دارند و به طفل بیگناه شیر نمیدهند، از حسابی که فیگور همون ویران میشود. حاجی بابا از شما التماس همین جمعه جواب گردانید. خیلی فیگورش اگه ویران شود نشود، فیگور زن برای شوهر است. مثال ویران هم که شود شوهر قبولش دارد، خوب هم که شود شوهر قبولش دارد.
برای همین میلش اگر چقدر خودش اگر گوییم که این قدر احتیاط میکردگی باشه برای شوهرش خوش به حالش، که مثال شوهرم از نگاه کردن جسد من راحت کند، این زن خیلی زنی خوب بوده است، زنی نیک بوده است. لیکن برای کودک شیر دادن اکنون این خیلی گوییم سختگیری در کار که مادر به فرزند شیر ندهد، خیلی سختگیری در کار. لیکن در اصل این باور که این خنده نیست، این درست است، حقیقت داره. اگرچند در اسلام هم دایه گرفتن وجود داره، حق دارد که مثال وقتی امون تولد کرد برای شوهر امر میکند که برای فرزند من دایه بیار، این ده حق داره. لیکن از بس که امروز که اینا که نیست در ما این شرایط ها را ما برقرار و برپا کردن میتونیم، بگذار که همون مادرش تا آخر شیر دهد. هر چیز که اگر مثال هر چی که شود انشاءالله شوهر قبول چون دارم. السلام علیکم حاجی مرزای عزیز، خداوند علم شما را زیاده بگرداند. ما یک گروه مخلصان شما از شهر دوشنبه بازار سلطان کبیر از شما خواهش داریم که یک جمعه در باب معراج پیغمبرمان صحبت میکردید. انشاءالله من شاید این صحبت چهاریارهایی که من در پیش گرفتم خیلی وقتای زیاد گیره، برای اطراف اینا بسیار سخنهای زیاد است. خیلی حضرت ها یک اگرچنده که حیات هاشون هم به 63 رفتگی بود، از اون هم بیشتر دیدن، کرسی خلافت کم هم که زینت داده باشند، لیکن به نهایت حضرت ها قصه های عجیبی دارند. برای وقتی زیادی ما را اینا میگیرند، اگر وقتا شود انشاءالله وعده نمیدهیم، بعد جواب شو میگوییم. اکای حاجی مرزا در روز قبول دعا به من دعا کنید خدا به من و مثل شما فرزند خدمتگار در راه اسلام نصیب کنه. التماس دعا کنید، بسیار انتظار هستم، بسیار خواهش دارم که این گونه فرزند خدا برای من نصیب کنه. اکای داملای عزیز، در کوچه ما یک موی سفیدی بی فرزند است. ما همسایه ها خیر میکنیم، زنکا میگویند که آدمی بی فرزند خیر کند نمی شود. از این دیده با سگ نان دهد این قبول است. التماس جواب دهید ثبت شود تا که آنها شنوند. خدا نگهبانت باشد ای دوست خدا. بی فرزندم که اگر شرایط داشته باشد خیر کند، خیرش قبول است. بی فرزند بودن این یگان نشانه گوییم که یگان پست بودن و بی عزت بودن بنده را نشان نمیدهد. خداوند در قرآن در سوره شورا خبر میدهد، معنای آیت همین است: میدهم یکی از شما را بچه، اول دختر یاد می شود، یهب لمن یشاء اناثا، من برای شما میدهم دختر، و برای یکی از شما میدهم بچه، و برای یکی از شما میدهم هم دختر و هم بچه، و میگردانم بعضی از شما را بی فرزند. سوره شورا ده هست. والله اعلم آیت های 50 تا 60 است. خداوند مفسرای قرآن میگن این دختری که خداوند در قرآن یاد کرد کی است؟ گفتن این حضرت لوط و حضرت شعیب است. فقط خدا به اینا دختر دادگی بود. و خداوند گفت من برای شما بچه میدهم. میگد اینجا حضرت ابراهیم در نظر است که خداوند به او بچه داد و دختر نداد. و برای شما هم دختر و هم بچه میدهم. مطلب رسول اکرم محمد صلی الله علیه و سلم است. هم دخترش داد خدا، هم بچهش داد. لیکن من بعضی از شما را میگردانم به فرزند. مقصد حضرت یحیی پیغمبر و حضرت عیسی پیغمبر است که اینا را خدا فرزند نداده بود. به این خاطر اگر ما اینا را طعنه کنیم که تو بی فرزندی، ما گناهگار هستیم. زیرا خداوند قدرت دارد که پیغمبراش را بی فرزند کند. کجا ما و شما دارد؟ من مثال آورم. برای این خاطر این بی فرزندم که باشد، شرایط داشته باشد، خوش به حالش صدقه کند. صدقش به خود وی فایده دارد، بر روح فرزند و مادر و پدر او فایده دارد. عقیده اهل سنت و الجماعه همین است که ثواب صدقه ما و شما، ثواب دعا و درود ما و شما بر روح مرده های ما و شما میرسد.
این از عقیده اهل سنت و الجماعه. خب و برای این مادر که این سوال دادن، خداوند فرزندی خوب، فرزندی نیک، فرزندی با تقوا خدا نصیب و روزی گرداند. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من از شما التجا دارم با این سوال من جواب گردانید. من به شهر مسکو رفتم، در آنجا عذاب زیاد کشیدم. من قسم خورده بودم که من به تاجیکستان گشته روم، دیگر یاد مسکو نمی کنم. ببینید خود مکتوب بچه ها را گوش کنید. همین بیچاره ها مهنت میکنن، ما آمده به رحم زدن میگیریم. این مرحمت عذاب کشید است، قسم خورده است که دویم باره تاجیکستان روم، دیگر یاد مسکو نمی کنم. آخه مسکو نامش اینقدر نام خوبه، لیکن عذابش نمیگوید. گفتی همون مطلع تاجیکی من که مرده به کفن سفید شادی دارد، از عذاب گور درک ندارد. لیکن مثل سوالیت سواریشان میفارد بیچاره ها را. رفتن و مثال همش خوب، لیکن برابری رسیدن عذاب نمیگوید، مشقت نمیگوید، یا هیچ کس پیشواز نمیگیره. اینا را همون زمان گویم برده با زندانی و عذاب و مشقت است. اون روز یک بچه خیلی برادر قیمت داشتیم، کمک میکردم این مسجد ده. بیچاره میگه برابری رسیدن در مسکو، میگه یک 50 کیلومتر رفتیم نرفتیم، ماشین را قپیدن، در ماشین ما پرتافتن چند قدر همی داروها و تهمت کرده که 5 ماه در زندان محکم. از زندان مرا تلفن کرد. این مرحمت احوالی برادرای ما و شما. بگذارم اون خدا نگهشان دارد، صحت سلامت باشند، بیایم با پولی بسیار تا که احوال ما خوب شود، شرایط ما خوب شود. نیت دارم که یک بار دیگر روم، اما قسم خوردگیم. خدا مرا میبخشد یا نه؟ این برادری ما قسم خورده است که دیگر نمیروم، لیکن امروز باز بیچاره شرایطش وزنی شده است و با اراده مسکو دارد. اگر قسم والله خورده باشی، والله بالله تالله 3 روز روزه میگیری، خدا میبخشد. و الا قسم خورده باشی که حضرت امیر جان بزنم تو گناهگاری، حضرت امام عسکر جان بزنم، خواب نان بزنم، شیر بزنم، تو در پیشگاه خدا 100% عاصی و گناهگار هستی. زیرا که تو قسم خوردی که گویم که شرک در راه خدا آوردی، تو قدرت خدا را یک جانب گذاشت که به بنده های خدا کردی. برای این قسم هایی که بغیر خدا خورده باشی، همگیشت به سوی خدا توبه کن، خدا میبخشد. 10 روزه گرفتن، لیکن وقتی که والله گفته باشی، یعنی خدا بزنم گفته باشی، این حالت 3 روز روزه میگیری، خدا میبخشد. کفارت شامل است. اینقدر صحبت داشتیم، اینقدر گپ ها زدیم، اینقدر صحبت های دراز، تا حال بنده های خدا با همون قسم بعضی هاش تا این اندازه گویم از حد گذاشتن که به مادر و به خواهر قسم میخورن. اینا کفایت نکرد، امروز به زن طلاق قسم میخورن. اینا چی معنی دارن؟ السلام علیکم اکای داملا و شیرین زبان بلبل خوش‌آواز دیارم بابای حاجی میرزا. پس از سلام ما با یک سوال با شما برادر عزیز مراجعت میکنم و جوابش را امروز در کسیت 130 شما انتظار هستم. این سوال پیشینه بوده است و با این مردی که زندگی دارم مردنم را بهتر حس میکنم. این شاید مکتوب کدام مادر است. مردنم را بهتر حس میکنم، نمیدانم حال من در قیامت چیست. برای آنکه 8 سال شد که ما بی نکاح هستیم، او را دعوت به نکاح اسلامی میکنم، اون به من جواب چنین میدهد که پگاه یا روز دیگر نکاح میکنیم. نماز میخواند، نماز جمعه میرود. از شما خواهش دارم حال من و این مرد چی میشود بگویید، شاید در همین جا باشد و شنود. نه مرا به عذاب خدا ماند، نه خودش را. التماس سوال از یک پرشکسته قسم میخورد که زنم طلاق اگر نکاح نکنم، نمازهای خواندم حرام اما نکاح نکرده است.
مادر عزیز، در این گناه شما هم شریک هستیم. این فقط وی شریک نیست، زیرا خدا برای تو هم عقل داد، برای تو هم فهمیش داد. دیدی که وی با تو نکاح ندارد. وقتی وی به تو نزدیک می شود تو قدرتی نداری که وی از نزد خود دور کنی. داری قدرت. برای همین من از این مرد بی ناموس، از این مرد بی غیرت، از این مردی که نه دنیا و نه قیامت را فکر نمی کند، از این را دیده به تو مادر مراجعت میکنم که تو را عذاب داد، این کار رو به من مکتوب نویساندی. و این خاطر تو که ناموس داری، تو خدا ترزی داری، خودت این مسئله را حل کن و نگذار به تو نزدیک شدن. نکاح ندارد. النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حبیب خدا میگه نکاح از من است. کسی که به نکاح با یک زن یا به مرد نزدیک می شود یقین داند که از امت من نیست. برای همین اگر خواهی امت پیغمبری خدا شدن، خواهی که از زنا دور باشی، از این شخص دور باش تا زمانی که وی نکاح نکنه. و این روزای خانداری که کردین اگر فرزندا به دنیا مباشد همگیش ولد زنا هستند. لیکن از این جانب هم که اگر تو توبه کنی خدا تو را میبخشد. خدا رحیم و رحمان است. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. از رحمت من الله بگه ناامید نباش، توبه به سوی خدا کن، من که خدا تو هستم میبخشم تو را. ببین چه زندگی ها در دنیا وجود دارد. داملای محترم، حسیب هایی که در حدود تاجیکستان استحصال می شوند حلال نوشته شدن، خوردنشان ممکن است یا نه؟ ممکن است برادر عزیز. هر یک حسیب، همون کلبسه هایی که میگوییم، اگر در پشت اونا حلال نویساندگی باشد استعمالشان حلال است. امروز حتی از دولت‌های روسیه هم، از دولت‌های قزان، از همون زوادهایی که مسلمان‌ها کار میکنن این گونه حسیب‌ها را روان میکنن و در پشت‌هاشون حلال نویسانده شده است. برای همین نگون شک و شبهه ندارم، لیکن کدامش که اگر بارای حرام تیار میکند و حلال مینویسد وی ضامن از خودش، وی ضامن است، لیکن برای ما و شما حلال است استفاده است. مقصد به خودت وابستگی است. همین شک داری شبهه داری ترکش کن. شک نداری شبهه نداری خوردن بگیر اگر حلال نویسانده باشد. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا. اولا از نام خودم و از نام سربازانی که مخلص دائمی شما هستند از شما خواهش نمودند که در حق ما یک دعا کنید و از خدای متعال سلامتی شما را خواهانیم. با احترام یک گروه مخلصان شما، سربازان از شهر دوشنبه. خداوند این سربازان، این عسکرانی که در این تاجیکستان ما و شما خدمت میکنند برای حمایه وطن، برای حمایه دولت، خداوند همگیش عمر دراز دهد، تنی صحت دهد، با صحت و سلامت خداوند به خاندانشان رساند. آمین یا رب العالمین. امروز بسیاری بچه‌های تاجیک ما هم از خدمت میگریزند، از خدمت میگریزند، حالان که این هم جنایت ہے برادر عزیز. این وطن دوست داشتن، وطن دوست داشتن، وطن احترام کردن، این هم نشانه ایمانداری است. برای همین ما همیشه وطن دوستدار باشیم، دیار ما دوست داریم. برای محافظت این وطنمون همیشه ما و شما باید که بالای پای قایم باشیم. از هر گونه وارد شدن فتنه و اختلاف دشمن ها باید ما راه ندهیم و فرزندانمون هم باید دلالتی در خدمت کردن کنیم، بگذار خدمت کنن. برای همین جای گناه نیست. لیکن امروز من همون در صف خدمتگارها جوانهایی را میبینم که اونا غیرت و جسارت دارند. البته خدمت کردن حق این کاری هر کس هم نیست، هر جوان مردم رفته خدمت کردن نمیتواند. برای این غیرت در کار، برای این ناموس در کار، برای این محبت وطنداری و گویم دیارداری در کار، هر کس هم نمی رود. حاجی محترم از شما خواهش میکنم با سوال من جواب دهید. کدام روز با مریضان بیماری ها دعا خواندن درست است
با احترام مخلص شما از محله باربد اکی رحمت الله. همه روز برای بیمار دعا خواندن درست است. هر زمانی که کسی بیمار می شود، شخصانی که رفته دعا می خوانند با طریق اولا برده دعا خوانید، هیچ باکی ندارد، همش درست است. همه روز روز خدا هست، روز جدا برای بیمار خواندن ندارد. السلام علیکم داملای عزیز. ما یک گروه جوانان با شما یک چند سوال داریم. خواهش داریم که همین جمعه جوابش را دهید. زن را باید جدا کرده گیری یا اینکه در تقدیرت باشد؟ دوم، مردهای هستند که هم نماز میخوانند و هم زنا میکنند، نماز اینها چی میشود؟ سیوم، موی زنها باید چگونه باشند؟ موی زنها چگونه که الحال هستند همچنان باید باشند. مقصد بریدن موی زن به اجازت شوهر باشد. دوستای خدا از شانه پایانش اجازت دادند، اگر باشد که برای زن وای گوییم که یگان مشکلات ایجاد کند، یگان مشکلات برای زن پیدا کند که یگان درد در همون بالای سر دارد یا در موی سرش دارد، خواه موی های سر برای او عذاب میدهد، این حالت ده از شانه پایانش دوستای خدا در کتاب هاشون اجازت دادن و اجازت شوهر باشد. خب و دیگر مردایی که هم نماز میخوانند هم بیراهگردی میکنند، در باب اینا خیلی و خیلی صحبت های زیاد داشتیم. برای همین این معلوم است که نماز او از برای خدا نیست، این قدرش برای وی کفایت میکنه. هر شخصی که اگر نماز خواند و باز زنا کرد، باز گوییم عرق نوشی کرد، باز قمار بازی کرد، باز خیانت و دروغ و دیگر راه های نادرست رفتن گرفت، معلوم است که این نماز برای وی فایده نآورد. این از جمله نمازهایی که در پیشگاه خدا شرف و قدر دارد از جمله آن نماز نبوده است. نمازخوان باید فرق کننده باشد و باید مثال در بین یار و رفیقای گویم بیگانه خود باشد. زنها را جدا کرده گیرند یا آن که در تقدیرش باشد؟ اگر هر چی که جدا هم که کنی همانی را میگیری که در تقدیرت است. فهمیدین مسئله را؟ تقدیر بسیار مسئله مهمی هست. اگر تو جدا کنی معنای او را ندارد که تو از تقدیر گریختی، تقدیر کارش نکرد. حضرت عمر چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. ببین وقتی که در ملک یمن بود یا شام بود، اونا وقتی وارد می شدن گفتن، حضرت عمر گفتن که حضرت با عسکر داخل نشو که بیماری طاعون آمده است، آب پرتایه. حضرت در حال پس گشتن و برای بیماری سرایت کننده بود. گفتن حضرت در او گفتن اگر در تقدیرت بیماری باشد بیمار میشوی، اگر در تقدیرت بیماری نباشد تو بیمار نمیشوی. لیکن حضرت چی گفتن؟ نفر من قدر الله الى قدر الله. میگریزم از تقدیر خدا و تقدیر خدا. همین گریختن من گفت در تقدیرم است. برای همین اگر هر چی تو هم جدا هم کنی آمده در سر تقدیر میزنی. از تقدیر گریز نیست برادری عزیز. لیکن به هر حال هم که باشد معلمان حبیب خدا محمد صلی الله علیه و سلم، پدر و مادر همه ما و شما فدای حضرت باد، و میگوید تنکح المرأة لمالها و لجمالها و لحسبها و لدینها فاظفر بذات دین تربت یداک. حضرت توصیه دادن جوانای عزیزتان، زن میخوای که راحت کنی، میخوای که همیشه گوییم که خیلی حالت خوب داشته باشی، در پیش یار رفیقت قدر قیمت داشته باشی، زن به خاطر دینداریش بگیر، به خاطر دینداری زن بگیر، به خاطر جمال، به خاطر مال، به خاطر منصب و یا جدا نکن. فقط زن به خاطر دین بگیر. اگر زن دیندار قبول کردی خوش به حالت،
انشاءالله وای احترامت میکند وای عزتت میکند. ولی بعضی برادرها در سخت میرسد که شاید که وای زنی جمالدار و دین گویم که مالدار و منصبدار تحقیق. نه، من این مذمت نیست، این ملامت این طایفه نیست. اگر زنی که جمال دارد و باز دین دارد احترام شوهر میکند، این نور بالای نور است. یا جمال دارد یا منصب دارد، خودش منصب دارد یا پدرش دارد، لیکن وظیفه او چی است؟ وظیفه او این است: اعظم الناس حقا علی المرأة زوجها. بزرگترین حق ای خواهر عزیز بالای تو احترام شوهر است. همین بزرگترین حق اجرا کردی، خوش به حالت. جمال داری، پول داری، منصب داری، خوش به حالت. همین حق شوهر تا به جای بیار. شوهر تا احترام کن، شوهر تا دوست دار، در حقش دعا کن. حتی ببین مثال تو، من وظیفه میتونم برای خواهرای عزیز که سحر شوهرت از خانه بیرون برآمد، بسیاری شوهرها را دیدیم که بیگاهی جسد گویم بیجانش آمدگی است. تو دعا کن که خدایا همین ستون خانه مرا، خدایا همین سرپرستی گویم که عائله مرا، همین گویم که شخصی که در خاندان من همیشه بهبودی میارد، شخصی که به خدمت این من جنت میروم، خدایا همین صحت سلامت بیگاهی به نزد من بیا. این باید دعای هر یک خواهر عزیزی ما باشد، دعای هر یک مادری ما باشد. این حالت انشاءالله شوهرها هم خوب میشوند، این خواهرها هم خوشحال میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله من جمعه آینده از قصه های حضرت ابوبکر صدیق و فضیلت ایشان، جوانای یک گروه جوانای دوشنبه هفته گذشته در خانه من مهمان بودند، گریه کردن که جوانای پیدا شدن که ابوبکر صدیق سنگ میزنند، جوانی که تا حال خودش بیچاره طهارت کردن نمیتواند، جوانی که باور کنید در چهرهش ذره از نور اسلام وجود ندارد، میخیزد ابوبکر صدیق محاکمه میکند، شخصی را که در شأن او آیات قرآن آمده است. خیلی جای باور کنید تأسف است، فرزندا را نگذارین در هر جا تعلیم کنند، در هر جا فرزندا تعلیم نکنند، عاقبت ناخوب میارد. فرزندا را دانین که از کی درس میگیرد، استاد وی کی است. عاقبت در این جامعه ما یگان باز نافهمی و با یگان گویم ناخوبی ها را برپا نکنند که از دستمان همه این چیزی که خدا داده است همگیش رود. برای همین من مثل اون برادرها مجبور شدم حدیث های زیاده در صحیح بخاری، صحیح مسلم، همه صحیح های سته در حق حضرت ابوبکر صدیق روایت ها دارد. من برای شما انشاءالله حکایه میکنم اگر خدا برای من مهلت دهد. دعا کنید گفتن در حق برادرایی که هستند. یک خواهر اسلامی که الان سوالاش خواندم، یک مبلغ هم روان کردن که در حقم دعا کنید برای آبادی مسجد. برادران زیرین حق کار استاها را برای ستونهای مسجد پرداخت کردند. مولانا حاجی محمد علی، حاجی رجب علی، عبدالغفار شهریار، مراد علی و چند کسی دیگری که نامهایشان ذکر نشده است. اینجا در یک 9 تا ستون باید کردن در کار بود. هر یک آدم یک ستونیش گرفتند، گفتند که از نامه ما شود انشاءالله در حقشان اینا نامهاشان هم ذکر شده است. دعا میکنیم خدا همین خیلی شخصها را زیاد کند، شخصهایی که مثال همیشه در یادی تعمیر مسجدند. در حق مرحوم حاجی سفرов دعا کنید. حاجی سفرov که از این محله ما و شما گذاشت، فرزندای خوب باقی مانده است، خدا نگهشون دارد. این هم یکی از برادرای هست که همیشه یادی مسجد ما و شما و کمک میکنند. برادر حاجی عبدالله هم یک مبلغ روان کردند و شاگردش بهادور مبلغ روان کردگی هست. در حق حاجی خالف و حاجی دولت دعا کنید، اینا هم خدا نگهشون دارد. یک قریب 2-3 سیستم بلوکایی که آوردیم پرداخت پولش همینا کردن. برادر عبدالقادر یک مبلغ دادن. برادر داملا محمد رسول کتاب قرآن دادن. برادر محمد شریف اینجا یک مبلغ دادن که در حقم دعا کنید.
در حق پدر استا غیرت مرحوم حاجی ارگش دعا کنید. در حق استاهای مسجد دعا کنید. در حق فرزندانی که در خارج کشور علل خصوص در روسیه بودگی ها که طالب علم دارند دعا کنید، طلب علم. در حق آنهایی که در صندوق خیریه و در ساختمان مسجد کمک کردند دعا کنید. دخترچه 13 ساله برادر اسلامی مردانکول در آب غرق شده است، در حقش دعا کنید. ان شاء الله در حق همه اینا دعا میکنیم. و برادرای عزیز و گرامی، یک مراجعت دیگر همین هست که ان شاء الله مسجد من در عرفه پوشانیدن است. گوییم که باید پوشانیدن در کار، برای پوشانیدنش انچه مبلغی خیلی کلان در کار است. خیلی شکر خیلی آورده میاد که کاری خیر است، کاری نیک است، این خداوند خودش بود میکند. لیکن به هر حال هم که باشد اگر سهم گذاری کنین، دستگیری کنین، زیرا یک شاید همون تونکه های تارش قریب $10,000 میشه. مثال تونکه هایی که ما میزنیم در او بالای تونکه های عادی نیست، تونکه های هستن که چندین سال اینا در این مسجد خدمت میکنن. لیکن به هر حال هم که باشد اگر به اون شم که زور ما نرسه از به پسترش هم میگیریم. به هر حال هم باشد پوشانیمش که همین برادرای نببین همه در قضای راه ایستادگی هستند. از همین آفتاب خلاص یابن حاضره شده بعد آیسته آیسته من به شما یک سوال دارم. من در کتاب وصیت‌نامه پیغمبرمان صلی الله علیه و سلم خواندم که دوست داشته ترین بنده خدا بنده است که این دعا را میخواند: ربی اینی ظلمت نفسی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. میخواستم این را پرتر بر من میفهموندید. با احترام یکی از مخلصان اشهدی، شما استاد عزیز. یعنی این دعای هست که معناش چنین است که پروردگارا من بر نفس خودم ظلم کردم و به جز ذات تو دیگر هیچ کس گناه مرا بخشیدن نمیتواند. خدای گناه مرا ببخش. این بهترین دعاست. اگر کدام ما و شما خداوند میگوید من دعا را دوست میدارم، وقتی همین بنده دستش پهن میکند من دوست میدارم که دعای او را قبول بسازم. از این خاطر وقتی ما پهن میکنیم دعا را میگیم پروردگارا ما امروزها هر یک ثانیه و هر یک دقیقه ما با گناه سپری شده ایستاده است. خدایا با صفت ستاری و غفاری خودت گناههای ما را مغفرت بساز. هم دعای ما و شما را خدا قبول میسازد و هم ما البته بنده دوست داشته ترین به سوی خدا میگردیم. خوش به حال آن کسی که از گناهاش پشیمان می شود و به سوی خدا زاره و تولا می کند. نه مثل بعضی همون کلان سالای ما و شما که 10 ساله و 20 ساله پیش بعد ورق می زنند ای راحت داشتیم ده، ای استراحت داشتیم ده. بعد استراحت چه می فهمی که مثال یا عرق نوشی بود یا که مثال زیناکاری بود یا یگان کار دیگر بود. این استراحتش، این راحتش. این معیشت نه، این بلکه معصیت است. برای اینها باید که آبی چشم کند در کار، افتخار نه. دویم ابو جهل آیا ابو لهب است؟ ابو جهل این ابو لهب نیست. ابو جهلم مثل ابو لهب کسی بود که فقط و فقط در آزار پیغمبری خدا بودند. عبدالرحمن ابن عوف که یکی از صحابه مشهور است میگد من در صف جنگ بودم، در جنگ بدر، و نگاه کردم در پهلوم دو جوان بود، دو جوانی بسیار میگد سن و سالشان یک خرد بود و از مردم مدینه بودند و به سوی من مراجعت کردند که ای عبدالرحمن، ای عمک جان، با همین لفظ میگد مراجعت کرد ای عمک جان آیا ابو جهل را میشناسی؟ عبدالرحمن میگوید که البته من میشناختم ابو جهل کی بود، زیرا ما همراه او در مکه مکرمه یک جا زندگی میکردیم. گفتم بله میشناسم. گفتم برای ما نشان نمیدهی؟ گفتم مطلب شما چیست؟ گفتن ما آگاه شدیم که این ابو جهل پیغمبر خدا را محمد را بسیار آزار میدهد
قسم به آن ذاتی که جان من و جان این برادرم در دست اوست، اگر ما با ابو جهل روپرو شویم تا زمان از پیش او پس نمیگردیم که یا کشته شود یا کشته میشویم. با این مطلب به این میدان جنگ آمدیم. حضرت عبدالرحمن میگوید من در حیرت ماندم که اینقدر جوانهای خرد و با غیرت با یک ابولهبی که خیلی جسد کلان داشت و با او هجوم کردن هر کس قدرت و غیرت نداشت، برای خودش بسیار میگه محافظت میکرد در جنگ. نگاه کردم میگه که این دو جوان میگه وقتی نشان دادم که وای بالای اسب سوار است، انا همون ابو جهل است، میگه نگاه کردم که میدویدن به سوی همون برای ثواب. از جان جوانی خود چکار کردن؟ گذشتن برای خاطر اسلام، برای خاطر همین اسلامی که الحال ما و شما با اندک مال با همون مردم یهود میفروشیمش، همون جوان حکام میگد با همین کاردها در دست میگد به سوی همون ابو جهل میدویدن. دوید میگد یکی از اونها این معاذ ابن عمر ابن الجموح بود. میگد وقتی میگه رو پرو شدم نگاه کردم که رو پرو هجوم کردن با ابو جهل هیچ شرایط نداشت، از این خاطر میگه در پای ابو جهل میگه با همون کارد زدم. برابر زدن میگه که این ابو جهل میگه اون بدبخت میگه از بالای اسب میگه در زمین زد و این داده رو میگه یک مقدار دیگه میگه زخمیش کرد که تا حال نمرده بود، لیکن قدرت داشت میگه و بالای همون زمین دور میگشت. و فرزند ابو جهل اکرمه نام داشت، در پهلوی میگه ابو جهل بود. این معاذ ابن عمر میگوید من از او فراموش کردم و این فرزندش میگه کارد برداشت و به دست راست من زد که دست راست من تماما از همون موضع اساسیش میگه جدا شد. همین زمان بود میگه که نگاه کردیم عبدالله ابن مسعود که خیلی غیرت داشت میگه آمد میگه بالای سر ابو جهل قرار گرفت و ابو جهل میگه به هلاکت رساند. یعنی این ابو جهل این ابو لهب نیست، بلکه این شما یک دشمن سرسختی پیغمبر ما و شما بودند. الحمدلله امروز همش در اما اسفل السافلین در پسترین دوزخ خداوند از روی وعده قرآن عذاب دارند. السلام علیکم بابای حاجی، میبخشید سوالی دارم. من ماشین خریدم، میگویند که پیش از ماشین رو خریدم باید زکاتش رو بدهی. اگر من زکات ماشین رو ندهم چی میشود؟ این ماشین زکات ندارد. مثال کسی که ماشین میخرد معنای او را ندارد که ماشین زکات داشته باشد، بلکه آدمی که با دولت باشد یعنی $800 داشته باشد به حساب حاضره. اگر همین $800 یک سال تغییر نیابد، $800 بماند یا $800 زیاد شود، در گردن این آدم فرض می شود که چکار کند؟ از $800 $16 جدا میکند، در دست یگان آدم مستحق فقیر برده میدهد، این ده ثواب میگیرد. لیکن به خریدن ماشین این چی است؟ در گردن ما و شما زکات واجب نمی شود. سلام بابای حاجی، سوال میگویند که با دختر سر منزل رفتن ممکن نیست. من صاحب 7 دختر می باشم، خداوند به من فرزند پسر عطا نمی کند. در این حالت من از دنیا می گذرم. فرزندان من باید بدانند که سر گور پدرشان در کجا هست. آیا در این حالت دختران من نمی توانند که یکی از آنها سر گور پدرشان را بینند یا نه؟ یعنی این برادرمان فقط صاحب دختر بوده است و خواهش شمیم بوده است که دخترهاش بالای منزل پدرشان رفته در حق پدرشان دعا کنند. سر منزل رفتن با حدیث پیغمبر خدا چی برای مرد چی برای زن جایز است، چی برای زن و چی برای مرد جایز است. این حدیث پیغمبر خداست. لیکن فقط با همون لباس هایی که خداوند در قرآن فرمایش داده است برای زنها، انا همون لباس اگر در بدن اونها باشد، یعنی سطر اسلامی داشته باشند، میتونن که رفته سر گوری پدر خدا زیارت کنند. لیکن امروز فکر میکنم حاجت به اینم نیست. اگر همون دختری که در ما و شماست از جانب خانه با قدر همون ذره‌ای که دارد اگر خیر احسان میکند یا قرآن میخواند یا دعا کند در حق پدر ببخشد، انشاءالله خدا قبولش میکند.
اینش بهترین صورت است از اونی که مثال بالای قبرستان همون زنها رفته دعا و درود میکنن. اگرچنده که در فتوا رفتن زن با طریق سطر اسلامی جایز است. السلام علیکم داملای شیرین سخن. نمازهای سنت 4 رکعت باشد، همه آنها به سوره می آیند. البته همین 4 رکعت نمازهایی که سنت هستند هر 4ش به سوره هست، فقط 4 رکعت فرض 2تاش به سوره و 2تاش به سوره است. اگر شما سنت هر 4ش در یکی از اینها اگر زمی سوره نکنین نماز شما فاسد است. از سر بخونید نماز. نمازهای سنت به سوره نمی شود. السلام علیکم داملای عزیز. آب شهوت چند خیل می شود؟ و کدام آن حرامت می کند و کدام آن به نماز می کند؟ التماس با سوال من خوب جواب دهید. البته آبها منی می شوند، مدی می شوند، مزی می شوند. و برآمدن آب منی که این در حالت مثال شهوت است که وقتی مثال مرد با زن خود خانه‌داری می کند همون آب منی خارج می شود که بعد خارج شدن او غسل واجب می شود. اگر همین آب منی از حساب از یک بلندی میگه به پایان مثال وقتی آدم می افتد یا که یک باری وزبینه در پشت بار کند گاه همین آب منی هم خارج می شود. به سبب این میگوید غسل واجب نمی شود. فقط غسل به برآمدن آب منی در حالت شهوت برآمده باشد این صورت غسل واجب می شود. لیکن مدی و مزیش بسیارتر بعد پیشاب کردن مثال بیرون می شود که اینها چی است؟ اینها شکننده طهارت هستند. اگر در حالت مثال طهارت داشتی و همین مزی و مدی برآمد این صورت هم طهارت را میشکند. و اینها چی هستند؟ همش بی نماز هستند. همش در بدن شما که اگر افتید بدن شما را بی نماز میکنند. باید که شما اونها را شسته تازه کنید. السلام علیکم داملای شیرین سخن. آیا آدم دیوانه را در قیامت پرسش میکنند یا نه؟ نه، پرسش نمیکنند. آدمی که اگر عمرن تماما از مادرزاد تا با آخر حیات دیوانه باشد اینها را در روز قیامت اینا مکلف نیستند. از این خاطر اینها را در روز قیامت هیچ سوال و جوابی نمیکنند. السلام علیکم داملای عزیز. در مسجدی که نماز جمعه خوانده نمی شود نماز عید را خواندن ممکن است؟ مسجد ما 5 وقته است و در آنجا نماز عید را میخوانیم. نه، جایز نمی شود. در نماز جمعه فقط نماز عید بخوانید. در نمازهای 5 وقته نمازهای جمعه و مثال نمازهای عید فقط می شود که به قرار مفتیات اگر شما مثال دستور داشته باشین اجازت نامه داشته باشین میتونین که بخونین. این طریق از پیش خود خواندن نمیتونین. السلام علیکم داملای محترم حاجی میرزا. از شما خواهش میکنم که به سوال من جواب دهید. ما هر روز شاهد آن میشویم که در ماشینه های سبکرو کاسته های امر معروف و تلاوت های آیت کلامی ربانی را گوش میکنند و آیا ما اکثریت مردم که از سجده تلاوت بیخبریم؟ مثلا در سوره اقرا جای سجده تلاوت دارد. ما چیکار کنیم؟ از شما حاجی محترم خواهش میکنم که در همین مسئله روشنی اندازید. یعنی سجده تلاوت در اصل مثال مردم ما و شما درک ندارد. در 14 جای قرآن سجده تلاوت است. یعنی وقتی که همین 14 جای قرآن سجده تلاوت دارد وقتی همین آیات ها تلاوت میشوند باید که ما چیکار کنیم؟ بعد شنیدن همین آیت سجده تلاوت یعنی آیت بگیم همون سجده باید که 2 سجده را انجام دهیم. از این خاطر در ماشین ها وقتی که کاسته ها را که گوش میکنین مثلا سوره اقرا در آیت سجده است با شنیدن کاسته سجده واجب نمیشود. فهمیدین؟ بس شنیدن از کاسته اگر آیت سجده خوانده شود این در واجب نمیشود. فقط در حالتی که از آدمی همین بگیم زنده در پیش شد یا در داخل نماز باشد آیت سجده را خواند برای آدم خارجی نماز هم واجب می شود. سوال ها را مختصرا جواب میگیم برای که سوال خیلی زیاد است چی در خانه و چی در پیش ما. السلام علیکم داملای عزیز. مادر من سینش به 45 رسیده است اما نماز نمیخواند. من مادرم را میگویم که نماز خوان او میگوید که سوره ها را اذیت کردن نمیتوانم. اگر رفته را در نزد دفتر را در جای نماز ماند و از روی دفتر خواند نمازش درست است یا نه؟ و اگر صاف نخواند
نماز خوانده خود من که پسری او هستم در نزد خداوند قبول و در نامه اعمالم نوشته می شود یا نه؟ التماس داملای عزیز جواب درست دهید. یعنی نماز شخصی که مادرش پدرش نماز نمیخواند، فرزند نمازخوان، نمازش البته در نامه اعمالش ثوابش نویسنده می شود و همچون نمازخوان در پیش خداوند محشور می گردد. یعنی این نماز خواندن ما و شما به نماز خواندن پدر و مادر هیچ دخالتی ندارد. از این خاطر وقتی که دفتر اگر بگذارد در پیش از بالای اون نماز خوانده بتواند، اینم جایز است. یعنی جایز است که در پیش دفتر مانده و نماز خواند، از او یکی نماز نمیخواند، این البته ثوابش زیادتر است. السلام علیکم حاجی میرزا، روزی می شود که من از کار دیر می آیم، تا نماز شام نزدیک شد آبی گرم نیست، تا آب گرم میکنم وقتی نماز میگذرد، با آبی خنک درست است؟ بعضی روز می شود البته درست است، با آبی خنک هم شما طهارت کرده می توانید، لیکن در حالت آبی خنک استفادهش درست نمی شود که اگر شما مریض شوید. از حساب آبی خنک اگر در وجود شما زلال و نقصان پیدا شود، این صورت آبی خنک ترک کنید و تیمم کرده نماز بخوانید. اگر شرایط آبی گرم قطعی مثال یگان زلال در وجود شما پیدا نشود، بعد با آبی گرم چیکار میکنین؟ طهارت میکنین، نماز خواندن میگیرین. السلام علیکم داملای شیرین سخن، با همین سوال من جواب گردانید. میگویند که در خانه صورت گرفتن ابال است، راست است یا دروغ؟ ده ها بار ما تاکید کردیم که صورت گرفتن اگر بی عذر باشد، یعنی نه برای مثال پاسپورت و نه برای شهادتنامه و نه یک مثال قصد سفر و دیگر، اینها حالتهای ضرورت هستند. اگر در این حالتها شما صورت بگیریم با که ندارد، لیکن اینش رفیق ما، اینش مثال طلبه ما گفته قطعی اینا صورت میگیریم، اینش در نزد خداوند شما گناهگار میشید، زیرا که خودش یک اسراف است، هیچ معنی هم ندارد. نه در خانه صورت بگیرید، نه در بیرون خانه صورت بگیرید، نه در خانه هاتون صورت ها را کشال کنید. امروز خانه همی کدام مسلمانی که میدرای حاضر البته صورت هست. تمام من نمودی صورت چی در حمامای ما و شما و چی در پرهای دیوال ما و شما کشال هستند. امروز ایرا اکتفا نکردند با بعض مثال جوانهایی که علاقه صاحب دولت شدند، رفته مثال در شهرهای با از کلاب ما و شما بیرون در قالین ها همون صورت ها را مثال میزنند و گرفته میارند. این چی معنی دارد آخه؟ هیچ معنی ندارد. سوال آخران میخونیم، وقت است. السلام علیکم داملای شیرین سخن، خداوند علم شما را از اینم دیده زیادر گرداند. من یک چند سوال دارم، التماس با پرگی جواب گویید. دیوس چیست و کدام نمود آدم ها را دیوس گفتن ممکن است؟ وقتی که آدم از دنیا میگذرد طبق میگردانند، این کار در اسلام است یا نه؟ زیرا اکثر آدمان مرده را در همین وقت میگویند که پول بیار مادرت پدرت یا برادرت را آبرو کنی. یعنی دیوس ما بر شما خبر دادیم دیوس کی هست؟ کسی که غیرت در خانه خودش ندارد. یعنی وقتی که سخنش در زنش نمیگذرد، در دخترش نمیگذرد، این دیوس میگن در اسلام. لیکن آدمی که مثال طبق میگردانیم، مثال دوره میکنیم، در اصل مثال اینها نه در آیت نه در احادیث های پیغمبر است که ما و شما دوره میکنیم برای مرده ها. لیکن برای مرده ها فقط در مسئله همین ذکر می شود که هر یک نمازی که از همون انسان در حالتی که یعنی دیگر قدرت خواندنش نداشت از او اگر فوت شده باشد، مقدار 2 کیلو گندم برای هر یک نمازش جدا میکنیم، یک آدم مستحق میتیم، خداوند به سبب همون 2 کیلو گندم دادگی همون نماز از بنده میبخشد. لیکن در حالت اون بنده قضا کرده باشد که دیگر در حالت خودش نیست، یعنی دیگر هوش ندارد، جانش هست لیکن تماما در اختیار خودش نیست، این حالت دا چیکار کرده میتونیم؟ این حالت دا میتونیم که در هر یک نماز، ممکن 5 نماز، ممکن 10 نماز، اگر همون آدم در حالت بیهوشی باشد جمع میکنیم، هر یک نماز شد 2 کیلو گندم در دست یک آدم مستحق میتیم، خلاص. اینه که مثال بخشیدم قبول کردی، بخشیدیم قبول کردی، خیلی میگیمش چی معنی ندارد.
حتی مثال میگیم یک آدمی که در عمرش نماز نخوانده است، میگیم بعضی را قضا کرده است و بعضی را ادا کرده است. در اصل ما دروغ گفتیم و ادا نکرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب موت از ادای آن عاجز آمده است. از این خاطر اینا از اسلام نیستند. کسی که اگر در حق پدر و مادرش میخواهد که مثال فدیه صوم صلات دهد، این است که اگر هم پدرش در حالتهای بیماریه که در اختیار خودش نبود نماز ترک کرده باشد، انا این حالت ما حساب میکنیم 2 کیلو گندم سر هر یک نمازش میدهیم، انشاءالله خداوند اون نمازها را میبخشد. السلام علیکم دولای محترم، از شما اول بخشش و بعدا پرسش. من 5 سال شد که نشأه میکشم، لیکن 5 وقته نماز را میخوانم، آیا روا هست یا نه؟ با همین را میفهموندی. البته مثال وقتی که انسانی که نماز میخواند باز نشأه میکشد، نماز میخواند عرق مینوشد، نماز میخواند زنا میکند، این معنای چی را دارد؟ این معنای مسخره کردن با دین خداست، مسخره کردن است. از این خاطر اینها در نزد خدا این نماز و این عبادتش هیچ قدر قیمت ندارد، اینا در نزد خدا قبول هم نمی شود. نماز کسری صدق و صفا نیست اگر در کعبه بگذاری روا نیست. همین نمازی که اگر ای صدق نباشد، نمازی که از پاکیزگی و از تحت دل نباشد، اگر شاعر میگه در کعبه که بخوانش خدا قبولش نمیکنه. از این خاطر کسی که نماز میخواند، کسی که راه اسلام برای خودش اختیار کرده است، با تمام آن چیزی که از این گر تو میخواهی مسلمان زیستند، نیز ممکن جز به قرآن زیستند. اگر میفارد همین عنوان مسلمانی را، چی در دنیا تو را مسلمان میگن چی در آخرت، چیکار کن؟ از همین قانون قرآن بیرون نشو. قرآن نشر هم حرام گفته است، عرق هم حرام گفته است، زنا هم حرام گفته است. از این خاطر وقتی تو در حرام خدا میدروی باز عبادت میکنی، این هیچ معنی ندارد. اینجا 2 سوال بسیار بحث طلبند. انشاءالله اینها را در باب تقدیر یک برادر سوال کرده است. اینجا 2 کس سوال دادن در باب تقدیر. انشاءالله خیلی بعداً این سوال ها را میخوانیم و باب تقدیر را با شما بحث میکنیم. سوال آخران را میخوانیم. السلام علیکم بابای داملا، سوال: برای چی قرآن ها از یکدیگر از تشدید زیر زبر فرق میکنند؟ من قرآن را میخوانم، در یک تاش میشاء و در دیگرش میشاء، من یشاء و میشاء نوشته است. آیا کدام اینها درستند؟ قرآن ها غلط نیستند، قرآن ها درستند، لیکن فهمیش همین برادر خودش غلط است. همین برادری که مثال میگه در یک تاش من یشاء، در یک تا دیگرش میشاء آمده است. در اصل برای قرآن خواندن باید تجوید خواندن در کار. اگر کدام شما تجوید نمیخوانین، یعنی تجوید یگانه کتابی هست که شما را راه درست قرآن نشان میده. همین من یشاء، همین جا همین نون برای چی میشاء می شود؟ برای 4 حرفی است، یا و میم و نون و واو. بعد نون ساکن اگر همین ها آمدن، هر آینه نون پرتافته می شود و در این حرفا داخل کرده می شود. یعنی میشاء، درستش میشاء می شود. اگر تو تجوید می خواندی این سوال البته از ما نمی کردی. برای همین قرآن اینش از اینش فرق دارد. همین سخنها را پرتایم. همین در مردم کلاب ما و شماست که نه این کتاب این خیل میگد، این کتاب این خیل میگد. نه، کتابا همه درست، همه صحیح، مگر مردم خودش غلط هستند، مردم خودش نمیفهمند. بابای حاجی التماس یک جمعه را درباره چگونگی عذاب گور و پول صراط و سوالهای منکر و نکیر نقل میکردید. ممکن تسلای دل من زیادتر و خوبتر میشد. ما در این بابا صحبت داشتیم. میگویند که حضرت امام مسکره جان پسر حضرت علی است. آیا این درست است یا نه؟ برای ما و شما بدن همین حضرت عسکری است، مسکری است، همینا را فهمیدن هیچ حاجت نیست. بچه علی است یا بچه حضرت عثمان است، چی لازم ما و شما ده؟ اگر چند کی را مسکری جان نمیگن،
عسکری جان میگویند. اینا مرقدشون در اینجا نیست، نه اینش نه مثال حضرت سلطانش، اینا در جنگ حضرت علی کشته شدگیند. وقتی با معاویه جنگ میکنن، همین حضرت سلطان ویس قرنی در همون جنگ کشته میشد از پشت حضرت علی. اینا مرقداشون نیست، با حدیثای صحیح هست. برای همین ایرا عسکری جان میگن که نبیرای حضرت علی هست، لیکن دانستنش با ما و شما هیچ شرطی ندارد. بارانی که روز قیامت میبارد میگویند که مثل نطفه بر این است. این نطفه چیست و باران چگونه میریزد؟ ما اینا را صحبت کرده بودیم که این یکی از نشانه های قیامت است که تمام مردم وقتی که از دنیا میگذرند، یعنی دنیا که وقتی تمام میشود، خداوند از آسمان 40 روز آب منی میبارد. همین آب منی نطفه‌ای که از مرد جدا میشود، همین خداوند مثل بارش میریزد که همینها در تمام استخوان و جسدی که در زمین هست تأثیر میکند و از همین نما یافته چکار میکنند؟ میسبزند و نزد خدا حاضر میشوند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و اجرهای این موعظه را در نامه اعمال این جمعیت ما خدایا کتابت بفرمایی و این برادرهایی که ما را سوال کردند و سبب نگاه کردن به کتابها شد، خدایا همه اینها را عمر دراز و تن صحت و خاطر جمع نصیب بگرداند. و برادرانی که اینجا خیر احسانها کردند، هر مراد و هر مطلوبی که در دل دارند، خدایا برآورده خیر بگردانی. آمین یا رب العالمین. اینجا اینجا یک چند برادرها یاردم ها کردن، اینها را یک در حقشون دعا میکنیم، بعدا انشاءالله نماز میخونیم. برادر الهام و عبیدالله یک مبلغ کلان برای ما یک شرح مثنوی آوردن و برادرات دو کس از این محله ما و شما شیروگن و ظفر که تعمیر همین طهارت خانه را آبهای گرم و خنکش انجام دادن، یعنی کشیدن تربه را همه را، خدا را شکر اینش هم انجام یافت. و دو برادر دیگر داریم در همین جمعیت نشسته ما هستند، اینها همون تنکه های تار طهارت خانه را همش مبلغش دادند که قریب 60 دانه می رود که با اگر حساب کنیم $500 می شود. این آورده در دست ما دادند که بالای همون را تنکه بگیریم. و یک برادرمان که بابا نظر برادر حاجی تورالی، یعنی یک دینامیک آوردن، باز $200 دیگر بالایی دادن که برای همین تعمیر طهارت خانه. و اینجا برادر که میبلا و برادرمان استاد سلطانم یک مقدار تروبه آوردن برای همون طهارت خانه. و الحال بابای گریزم از این محله ما و شما گذشته است، 50 سامانی برای یاردم مسجد روان کردن که در حق همه اینها یک جای دعا میکنیم. خدای مهربان برادرانی که سهمی خشون گذرانیدند، با امید دعای همه ما و شما، خدایا همش عمر دراز و تن صحت و خدای دولتشون باز هم زیاده بگردانی، فرزنداشون خدایا در پناه رحمت خود نگه بداری، هر مراد و مطلوب های نیکی که دارند خدای مهربان به حرمت این روز جمعه برآورده بگردانی. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم داملای خوب و مهربان. داملای عزیز، از شما و از همه داملاها بخشش میخواهم و سوالی دارم و التماس این را خوانید، زیرا جوابش برای چندین نفر لازم است و مورد بحث قرار دارد. آیا برای داملا داشتن تلفن دستی و ماشین خارجی درست است؟ کدام برادری البته همون تلفن ما را دیده است، همین سوال کرده است که برای داملا تلفن دستی و ماشین خارجیش که نیست، ماشین خارجی داشتن درست است یا نه؟ پیغمبر خدا میگوید قال رسول الله صلی الله علیه و سلم احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم. پیغمبر خدا میگوید اگر در شما شرایط نو کردن لباس باشد، لباس هاتون نو کنید. اگر در شما شرایط نو کردن چیزهای سواره باشد، چیزهای سوارتون رنگ و برنگ کنید. این حدیث پیغمبر خداست. از این خاطر معنای او را ندارد که وقتی که آدم ملا شد
باید که از تمام این تلفن و ماشین و لباس زیبا محروم باشد. نه، بلکه این خاص برای همه ما و شماست که کدام ما و شما اگر ذره شرایط لباسی نو کردن داریم یا مثال خریدن یگان سواره داشته باشیم، باید که سواره نو هم خریم، لباسی نو هم بپوشیم. اینا یگان جای عیب و جای گناهش نیست. برای همین این عقیده ای که باید که مثال داملا از اینها محروم باشد، اینا عقیده های غلط هستند. اگر مثال برای داملا که جایز نباشد، برای شما هم جایز نیست. داملا مثال خاصه یگان جنس از یگان آتش و از یگان مثال بگیم از یگان ماده دیگر نیست، این هم انسان هستند. برای همین آن چیزهایی که در دورهای پیغمبر بودن، اونها را در این زمانه ما و شما استفاده کردن ندارد، شرایطش نیست، معنی ندارد. در دورهای پیغمبر خدا میگوید یعنی چنان شخصانی بودن که همین پوستک هایی که ما و شما در زیر پا میپرتویم همین ها لباسشان بود. کنی کدام شما همون پوشیده میتوانید؟ نمیتوانید. در دوره حتی پیغمبر خدا اسب داشتن. همون روز بهترین چیزی سواره اسب بود. پیغمبر خدا اسب داشتن، اسب سوار میشیدن. اگر من فکر میکنم که همین ماشین های بهترینی که الحال هست همینا در زمانهای پیغمبر میشد، هر آینه پیغمبر در همینا سوار میشد، این گناهی نیست. پیغمبر خدا وقتی که اگر در یک ماشین بهترین بنشیند، این جای گناهش نیست. یا ما و شما بهترین لباس بپوشیم. فقط بهترین لباس پوشیدن و تلفن داشتن و ماشین داشتن سبب تکبری و مغروری ما و شما نشود. من ماشین دارم، من تلفن دارم گفته و بعد سر بلند کنیم و دیگر یگان آدم سلام هم ندهیم و پروای هیچ کس نکنیم، اینش در نزد خداوند خوب نیست. بازم اینقدر نعمت‌های داشته باید که باز چی باشیم؟ آدمی عادی باشیم، خاکسار باشیم، با همه معامله خوب داشته باشیم. السلام علیکم. داملای شیرین سخن. در محله ما یک ملا امام بود. او به ما فهمانده بود که نماز را قضا خواندن گناهگار است. البته در مذهب ابو حنیفه خواندن نماز قضا این واجب است. در ما و شما اگر نمازهای قضا باشد، یعنی نمازهای قضا داریم، ما به هیچ ملا کار نداریم. کدام الله قضا را این کار میکند، فرض را این کار میکند، ما به هیچ کس کاری نداریم. لیکن کدام شما اگر میخواهید که مسئله اصل ابو حنیفه را به شما آگاه کنند، مرحمت به ما مراجعت کنید. زیرا الحمدلله امروز در نزد ما تمام آن فقه حنفی که عبارت سر به سر آیت قرآن و احادیث های پیغمبر است موجود است. بتونین که مثال مراجعت کنید. نماز قضا را اگر شما نخوانید، شما در نزد خدا گناهگار هستید. نمازهای قضا تان بخوانید. عبادت است. عبادت کردن چی جای گناهگاری دارد؟ حالا که پیغمبر خدا را جنگ خندق اگر امام الله میدانید، 4 نماز پیغمبر خدا قضا کردن. یکی نماز عصر بود، نماز شام بود، نماز خفتن بود، ویتر بود. لیکن چیکار کردن؟ این حدیث پیغمبر خداست که راویش ابن مسعود است. کان نصف اللیل، ابن مسعود میگوید نیم شب شد. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم، پیغمبر از جای خود خیستند. فبدأ بالظهر فصلاها ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. پیغمبر خدا خیستند و اولا از نماز پیشین سر کردند. نماز پیشین خواندند، نماز عصر خواندند، نماز خفتن شام خفتن خواندند، بعدا نماز ویتر خواندند. اگر لازم کی نمیشد نماز قضا میگفتن خیر تمام خدا بخشیدش. یا در لیلۃ التعریس هم پیغمبر خدا نماز بامداد با همراهی هم سنت و هم فرضش خواندن. برای همین کدام یک شما اگر نمازهای قضا داشته باشین، نمازهای قضا را بخوانید و میدی فتوا هیچ کس نشین. السلام علیکم داملای عزیز. سوال: در نمازهای وقتی بعد از سوره فاتحه 2 یا 3 یا از این زیاده سوره بخوانی نماز درست می شود؟
اگر در یک رکعت نماز چنین بخوانی، مثال در رکعت فرض یا سنت نماز بامداد بعد سوره فاتحه سوره کوثر، کافرون، نصر و اخلاص و مانند اینها خوانده شود، درست است. گناهگارم دعا کنید. یعنی مقصد این برادر این است که مثال ما و شما الحال نماز جمعه میخوانیم 2 رکعت، بعد سوره فاتحه را خواندن شما میتونین که سوره فیل الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل خواندین، با همین سجده کنین نمازتون درست میشود. یعنی با یک زمی سوره هم نماز درست میشود. لیکن اگر شما خواهشتان باشد بعد سوره نصر مثال سوره قریش لإیلاف قریشین میاد این را ضم کنین، بعد سوره ماعون میاد ارایت الذی یکذب بالدین این را ضم کنین. یعنی میتونین در یک رکعت 4-5 سوره را بعد سوره فاتحه بخونین. این با که نداره، زلال نداره. اگر شما به شرطی که تنها گذار باشید و وزنینی به قوم نیاید، زیرا پیغمبر خدا میگد اذا اما احدکم الناس فلیخفف، وقتی که شما ملا شدین پیشوای مردم شدین نماز مردم خواندنی که شدین فلیخفف نماز سبک بخونید. فإن فیهم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجه، زیرا اینه که در این جمعیت شما موی سفیداست گفت پیغمبر، کسلی هاست، آدم های سراستیمه هستند، صاحب حاجت ها هستند، از این خاطر نماز سبک بخونید. یکی تنها گذار باشی مرحمت کدام چند سوره را که از پس فاتحه میخونی این حقی توست. السلام علیکم داملای شیرین سخن، از شما احترامانه خواهش میکنم که به سوال من جواب درست دهید. اگر نماز پیشین قضا شود بعد از نماز عصر و پیش از نماز شام خواندنش درست است یا نه؟ التماس جواب درست دهید. یعنی بین عصر و شام فقط خواندن تحیه مسجد که اینها در نافله میدرایند، خواندن شکر وضو، خواندن 2 رکعت برای ارواحها، اینها بین عصر و شام جایز نیست، مکروه هستند. لیکن در شرح الوقایه شرح مختصر چی میگوید؟ جایز است نماز قضایی را خواندن. نماز قضایی این حکم واجب دارد، برای همین بین عصر و شام شما میتونید که نمازهای قضایی تون بخونید، چی همروزه باشد چی پیشینش باشد، با که ندارد. السلام علیکم ناملای شیرین سخن، توی کردن ثواب است یا مولود؟ بعضا آدمان میگویند که مولود درست نیست، با سوال من جواب گردانید. معرکه کدامش که خالی از منکرات شرعی باشد همونش درست. مولود نادرست گفتگی آدم البته ناحق است، خودش نادرست است. در رسول اکرم میگوید حدیث های مبارک در کدام اسلام